الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب دجاها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه. همانطوری که از عنوان برنامه هویداست خدمت شما عزیزان، در برنامه امشب یک موضوع مهمی رو میخوایم صحبت بکنیم که در این روزها حدیث شبکه ها و سوشل میدیا هست، در مورد قضیه درزی ها، فرقه‌ای که در فلسطین اشغالی و در منطقه کوههای نزدیک با مرز اسرائیل و در منطقه سویدا در سوریه ساکن هستند و یک سری حرکت هایی را انجام دادن در روزهای گذشته. تعداد زیادی در منطقه‌ای که اینها زندگی میکنن کشته و زخمی شدن و این قضیه روز هست. همونطوری که عادت برنامه آن سکه بوده، در برنامه زنده در مورد بعضی از حوادثی که در طی هفته گذشته رخ میده در این برنامه خدمت عزیزان مطالبی رو بیان خواهیم کرد. عزیزانی که این برنامه رو میبینن خاصتا در سوشل میدیا سعی بکنن که این برنامه رو در بین دوستانشان و عزیزانشان پخش بکنن، چون خیلی از مسائل تاریخی رو که ما بارها بیان کردیم در برنامه ها برای عزیزان ما، حتی اساتید و بزرگانی که تحصیل کرده هستن و برای خودشون نام و نشانی هم دارن، اصلا تازگی داشته و بعضیاشون اظهار میکنن که این مسائل رو ما تا الان نشنیدیم. خیلی از این مسائل عمدن روش سرپوش گذاشته میشه، یعنی به این مسائل نمیپردازن. به طور مثال هفته گذشته در مورد گوشه اندکی از جنایات صفویت در افغانستان صحبت کردیم در شبکه صدای حق که عزیزان انشالله فیلمش رو پخش خواهند کرد. واقعا برای خیلی ها تازگی داشت، میگفتن ما این مسائل رو اصلا نشنیدیم. به هر صورت ما در این برنامه سعی خواهیم کرد که خدمت شما عزیزان برنامه های آن روی سکه رو با موضوعاتی که در اون اسباب و علل بعضی از مشکلاتی که جهان اسلام دچار اون هست رو بیان بکنیم. در برنامه امروز میخوایم در مورد درزی ها و اینکه چرا در سوریه‌ای که بعد از سالها جنگ و جنایت و جرم در اینجا دوباره قد علم کردن و دوباره آشوب به پا کردن انشاءالله صحبت خواهیم کرد. قبل از اون دوستان عزیز فراموش نکنیم که در پی
خلاصه بعضی از مسائلی که در هفته‌های گذشته رخ داد، متاسفانه خیلی از عزیزان غزه رو فراموش کردن و اینکه امروز بدترین روزهایی که شاید در تاریخ بشریت سابقه نداشته باشه در غزه داره رخ میده. غزه پاره تنی از امت اسلام است. غزه با این مقاومت بی‌نظیرش به همه جهانیان و به همه امت اسلام ثابت کرد که انسانیت، حقوق، شرف، وجدان، ایمان، اینایی که ادعا میشه چه در کشورهای اسلامی و چه در کشورهایی که مدعی حقوق بشر و حقوق انسان هستند، همه دروغ‌هایی بیش نیست. این تصاویری رو که دوستان عزیز نشون بدن، اینا کودکانی هستند که در پی جنگ و محاصره همه جانبه غزه به این حال و روز افتادن. سوء تغذیه و مرگ و میر کودکان غزه به خاطر عدم وجود مواد غذایی و آب آشامیدنی و دارو، این وضعیت کودکان غزه است. اینا شاهدانی هستند بر جنایت بشریت، شاهدانی هستند بر ذلت و بدبختی و نوکری مسلمان ها. تشکر میکنم از دوستان عزیز. گرچه وجدانهای خفته‌ای که در طی این 2 سال و در طی بیش از 1 قرن شاهد بدبختی ها، مصیبت ها و جنایت های رژیم های غاصب، اشغالگر و جنایت پیشه غربی و اسرائیلی در کشورهای اسلامی بودن، با دیدن این تصاویر بیدار نمی شود. بدتر از این تصاویر رو ما در عراق شاهد بودیم که بعد از اشغال کویت و اخراج نیروهای عراقی از کویت، یک محاصره اقتصادی ظالمانه‌ای بر این کشور قرار گرفت که در طی تقریباً 5 سال بیش از 1.5 میلیون کودک عراقی به خاطر نبودن واکسن و دارو و امکانات اولیه به شهادت رسیدن. در سوریه شاهد بودیم که در طول بیش از 15 سال جنگی که از یک طرف ملتی مظلوم و ستم دیده با دست خالی و از یک طرف آمریکا و اسرائیل و روسیه و ایران و سپاه پاسداران و زینبیون و فاطمیون و همه روافض دنیا در کنار برادران یهودی و مسیحی و روسیشون جمع شده بودن و بر علیه یک ملتی که غیر از الله سبحانه و تعالی هیچ پناهی نداشت و چه جرم و جنایتی که در این 15 سال نکردن. به هر صورت مسلمانان این جنایت ها رو نباید فراموش بکنن. به نسل های آینده باید اینها رو منتقل بکنید که در یک دوره و زمانی در یک شهر کوچکی با بیش از 2 میلیون جمعیت، هزاران انسان، هزاران زن، هزاران کودک با این وضعیت فجیع به شهادت رسیدن و هیچ وجدان بیداری در جهان حرکت نکرد. خب دوستان عزیز، میریم رو موضوع اصلی برنامه امروزمان که در مورد فرقه درزی هاست. همه به یاد داریم که بعد از سال 2010 تقریباً حرکت‌های مردمی در سوریه آغاز شد
بعضیایی که از تاریخ سوریه و تاریخ حکومت جنایتکار خاندان اسد اطلاع ندارن، خب میگن خب این مردم چرا بلند شدن، چرا قیام کردن؟ خب می نشستن سر جاشون. این بهار عربی و نمیدونم این حرکت ها سبب این همه بدبختی ها شد. اینا نمیدونن که در سال 1900 یا در دهه 70 بود که دهه 70 میلادی که تنها در شهر حلب بیش از 70,000 انسان رو قتل عام کرد پدر همین بشار در یک روز. اونم توسط چی؟ شما ببینید یک دولتی که هواپیماهای جنگیشو بلند میکنه و ملتش رو به خاک و خون میکشه. من بارها گفتم خیلی از این کشورهای اسلامی این توپ و تانک و هواپیما و ارتش و سلاح‌های گوناگونی رو که جمع کردن، اینا به خاطر مقابله با دشمن، مقابله با کفار، مقابله با اشغال نیست. اینها برای مقابله با ملت است. این بمب ها و این راکت ها و این گلوله ها رو برای ملت آماده کردن و نتیجه این رو و این واقعیت رو همه دیدیم در سودان، در عراق، در سوریه، در ایران، در افغانستان، در خیلی از کشورهای جهان. بعد از اون در همزمان با بهار عربی و انقلاب‌هایی که در بعض از کشورها رخ داد و بیداری که در بین امت اسلامی ایجاد شد، مردم سوریه هم نه اینکه سلاح بردارن، کودتا بکنن، جنگ بکنن، دست به تظاهرات ها زدن. درخواستشون این بود که یک سری اصلاحات صورت بگیره. یعنی تصور کنید که سوریه تبدیل شد به یک زندان بزرگ برای ملت سوریه. اما دولت چیکار کرد؟ در مقابل این تظاهرات مسالمت آمیز مردم از توپ و تانک و هواپیما و بشکه‌های که حاوی مواد منفجره بود کار گرفت. اما با پیوستن نظامیان سوریه که خب اکثرشون فرزندان همین ملت بودن، شاهد این همه جرم و جنایت بودن، به ملت این انقلاب نزدیک بود که به پیروزی برسه. یعنی در همین 2-3 سال اول نیروهای مردمی تا نزدیک‌های تا حومه دمشق رسیده بودن. حتی در یک موردی تا نزدیک‌های قصر ریاست جمهوری هم پیشروی کرده بودن. همینجا بود که با دیدن شکست رژیم بشار اسد نصیری‌ها یک فرقه‌ای هستن که در موردش قبلا هم ما صحبت کردیم. این فرقه رو خدمت شما عزیزان من از اینجا خدمتتون نشون بدم. این کتاب فرق شیعه هست، نوبختی و قمی نوشته و در اینجا در صفحه 95 در مورد این فرقه نصیری میگه که فرقه 176 وقد شهدت فرقه ای که اعتقاد به امامت علی ابن محمد داشتن در وقت حیاتش و در این فرقه کسی به نام محمد ابن نصیر نمیری ادعای نبوت کرد و این ادعا کرده بود که ابوالحسن عسکری اون رو فرستاده. طبیعتاً یک نکته رو من اینجا خدمت شما عزیزان بیان بکنم. میتونیم بگیم 99.99% بدبختیایی که امت اسلامی از قرن اول به بعد کشیدن همش سببش فرقه های شیعه بوده، فرقه های گوناگون. این یکی از فرقه اونهاست و اعتقاد به تناسخ ارواح داشتن و در مورد ابوالحسن میگفتن در سیدنا علی که ایشون خدا هست و نکاح محارم رو حلال میدونستن و حتی نکاح مرد با مرد رو هم حلال میدانستن، یعنی لواطت رو حلال میدونستن و ادعا میکردن که این از تواضع است و تزلزل است، یعنی از تواضع در مقابل الله متعال در کسی که مورد فعل لواط قرار میگیره و کسی که این کار رو انجام میده و فاعل است، یکی از شهوت ها و پاکی هایی است که هیچ اشکالی هم نداره و میگفتن که الله عزوجل اینا رو حرام نکرده. و در مورد رئیس این فرقه نصیری که محمد ابن موسی ابن الحسن ابن فراد میگه که
اخبرنی بذلک محمد ابن نصیر ابو زکریا یحیی ابن عبدالرحمن میگه که من با چشم سر دیدم که یک غلامی بر رئیس این فرقه سوار بود، داشت باهاش لواط میکرد و میگه که سرش داد زدم، گفتم که چی کار داری میکنی؟ گفت که این از جمله لذت هاست. فقال ان هذا من اللذات و هو من التواضع لله و ترک التجبر. میگه این کار سبب میشه که انسان در مقابل الله متعال متواضع بشه و تکبر رو ترک بکنه. تصور بکنید من اسم این فرقه رو گذاشته بودم فرقه متواضع. خب رژیم ایران میاد، تشکر میکنم از دوستان عزیز، این چنین یک فرقه ای رو که در رأسش بشار اسد هست و پیروانش این اعتقادات رو دارن، اینها رو با همه امکانات در دست داشته کمک میکنه و وقتی که نمیتونه در مقابل ملت ایران، چون سپاه پاسداران رو فرستادن و قاسم سلیمانی اومد و خلاصه مردم حزب الله رو فرستادن و حزب الله لبنان رو خلاصه نتونستن در مقابل ملت سوریه موفق بشن، اومدن ملیشه های زینبیون و فاطمیون رو از پاکستان و افغانستان جمع کردن، جنایتکاران رافضی رو، بعضی مهاجرین بیچاره‌ای رو که در ایران بودن اغوا کردن با وعده هایی که به شما تابعیت ایران میدیم و پول میدیم و فلان، اینا رو فرستادن که الحمدلله شاید بیش از نیمی از اینها همونجا گم و گور شدن و که سالم برنگشتن. و قاسم سلیمانی هم که قبل از اینکه کتلت بشه خیلی از جنایت هایی که در عراق و در سوریه رخ داد زیر فرماندهی این شخص بود. با وجود همه این جنایت هاشون موفق نشدن که انقلاب مردمی سوریه رو خاموش کنن. چیکار کردن؟ از روسیه کمک خواستن. خلاصه قاسم سلیمانی رفت و روسا رو به این قانع کرد که بیان در سوریه مداخله نظامی بکنن و این رو با افتخار امروز محللین و خبرای نظامی در ایران بیان میکنن که این چنین شخصیتی بود که تونست روس‌ها رو قانع بکنه که در سوریه مداخله بکنن. روس‌ها که اومدن، خب جنگ به شکل دیگری عوض شد. روس‌ها با همه سلاح‌های پیشرفته‌ای که داشتن صبح و شام 24 ساعت مردم رو بمباران میکردن. تعداد زیادی از ملت سوریه به دست روس‌ها با همکاری ایران و سپاه پاسداران به شهادت رسیدن. اما همه این جنایت‌ها و همه این ظلم و ستم‌هایی که انجام دادن و بیش از 10 سال 15 سال طول کشید، نتونستن که ملت سوریه رو به زانو در بیارن تا اینکه رژیم بشار اسد سقوط کرد و فتنه انگیزی و جنایات ایران در سوریه به پایان رسید. بعد از به وجود آمدن حکومت موقت در سوریه به ریاست احمد شهر، مگر ایران متوقف شد؟ نه. دیدیم که بقایای رژیم سابق رو جمع کردن و خلاصه بعضی از حرکت‌هایی انجام دادن در دمشق و در شهرهای مختلف دیگه که همه اینا سرکوب شد. بعد از اون اومدن کردها رو تحریک کردن که الحمدلله قضیه اونها هم با موافقتنامه صلح و دیدارهایی که بین کردها و بین حکومت سوریه انجام گرفت، این توطئه هم خاموش شد. راه دیگری پیدا نکردن، به همراه دوست پنهانیشون اسرائیل یک گروهی که به نام درزیها معروف هستند یا درزیها یا درزیها معروف هستند، در منطقه سویدا، یک شهر بزرگی هست در نزدیکی مرز اسرائیل یا سرزمین های اشغالی فلسطین. خلاصه اینا رو تحریک کردن و طی عملیات بازرسی که در سویدا رخ داد، تعداد زیادی از عناصر حزب الله لبنان که با درزی‌ها همکاری می‌کردند در این منطقه دستگیر شدند با همه امکانات و تجهیزاتی که داشتن. جالب اینجاست که همزمان با حرکت درزی‌ها در منطقه سویدا در سوریه، رژیم اشغالگر صهیونیستی هم از هوا و زمین حمله میکنه به سوریه. حتی مرکز ستاد ارتش رو در دمشق بمباران کردن، تعدادی از مراکز نظامی رو در شهرهای مختلف و در
پایتخت سوریه بمباران کردن و همچنین نیروهای نظامی و وزارت کشوری که در منطقه سویدا مستقر بودن اونا رو بمباران کردن. کلا مناطق اهل سنت که در مرز با فلسطین اشغالی بود اینا رو هواپیمای اسرائیلی بمباران میکرد و از زمین هم نیروهای مسلحی که از طرف اسرائیل و ایران مسلح شده بودند در سویدا، اینها بر علیه اهل سنت در اونجا حرکت‌های نظامی رو شروع کردن. حتی بیش از 4000 فرد از خانواده‌های عشایر این منطقه رو یا بدوهایی که در این منطقه زندگی می‌کردن رو اینها به اسارت گرفتن. خب 3-4 روز پیش وساطت‌هایی رخ داد از طرف ترکیه و بعضی کشورهای غربی و اینها و بعضی کشورهای عربی. یک آتشبسی در منطقه فعلا اجرا شد، اما اللحظه امکان درگیری دوباره و مداخله نظامی اسرائیل و کشت و کشتار در این منطقه به نظر میرسه. یک نکته رو که در اینجا خدمت شما عرض بکنم، درزی ها یکی از فرقای شیعه هستن. ما وقتی اعلان برنامه رو زده بودیم خیلی کامنت داده بودن که چرا دارید دروغ میگید، درزی ها شیعه نیستن. نه، نمیدونم عقل بعضی از مردم در کجاشون تشریف داره. به هر صورت درزی ها فرقه ای هستن که از شیعیان اسماعیلیه، شیعیان باطنی اسماعیلیه، که البته میدونید اسماعیلی ها چندین فرقه هستن. فرقه اسماعیلیایی که به نام خلافت فاطمی در مصر حکومت میکردن، اینها در اون زمان به وجود آمدن، اصلشون اسماعیلی هستن و بعد از اون اینا یک سری معتقدات خاص و ویژه خودشون رو علنی کردن و تعداد زیادی از اینها، میشه گفت چیزی در حدود 2% اسرائیلی هایی که در سرزمین های اشغالی زندگی میکنن از درزی ها هستن و درزی ها مناصب بالایی در ارتش اسرائیل، در استخبارات و در نیروهای امنیتی اسرائیل دارن و طبق سرشماری که در سال 2019 اعلان کرده بودن تعدادشون در اسرائیل تنها به 143,000 فرد میرسه. تعداد زیادی از اینها در سوریه زندگی میکنن، در منطقه جبل، در سویدا، در جولان و در لبنان هم هستن. تعداد زیادی از اینها در مناطق جبل لبنان، در جنوب لبنان، در مناطق شیعه نشین از اینها زندگی میکنن درزی ها. در برنامه امشب میخواییم در مورد اینها یک کمی اطلاعات بدیم به شما عزیزان که خیلی ها فکر میکنن که اینا حتما یک فرقه مثل یهود و نصارا هستن. اینا خودشون رو جز فرق اسلامی میدونن، اصلشون شیعه اسماعیلی هستن و در کتاب فرق شیعه در مورد اسماعیلی ها و نصیری ها میتونید که در مورد این فرقه مطالعه بکنید که جای بحث برنامه ما نیست. و مؤسس این فرقه رو کسی به نام حمزه ابن علی ابن محمد الزوزنی که در سال 375 هجری به دنیا میاد و در سال 430 به درک واصل میشه. نام دروز یا درزی ها یا درزی ها هم از یکی از بزرگان این فرقه به نام محمد ابن اسماعیل درزی گرفته شده که درزی میدونید در فارسی به معنی خیاط است. کلمه خیاط کلمه عربی است، در فارسی قدیم به خیاط ها درزی میگفتن. حتی اگر که به آیت الله ویکیپیدیا هم مراجعه بکنید در مورد این شخص هم به فارسی و هم به عربی شما میتونید دوستان عزیز اگر نشون بدن. محمد ابن اسماعیل درزی یا درزی، اسمش محمد ابن اسماعیل نشتکین درزی، در سال 411 یا 1020 میلادی به دنیا آمده که از اعضای طایفه‌ای به نام دروز هست و بعضیا میگن که زندیق بوده و
در مورد زندگیش اینجا نوشته که درزی در شهر بخارا به دنیا آمده، همین محمد بن اسماعیل درزی، و اصلش هم فارسی است. و متاسفانه خیلی از بدبختی هایی که امت میکشن، همونطوری که خیر از خوبی هایی که در امت بوده از سرزمین فارس و از بین فارس ها بوده، بدبختانه این شخص هم از اصلش فارسی است. و در اینجا حتی ذکر کرده که درزی به خاطری میگن که در فارسی به معنی خیاط میشه. بعد از اون به قاهره میاد که پایتخت در اون زمان پایتخت دولت فاطمیه شیعه بوده، یا عبیدیه یا فاطمیه، که در سال 1015 میلادی اونجا میاد و در اونجا بعد از اینکه با امامت، اعتقاد به امامت هم دارن اینا، حمزه ابن علی ابن احمد، و در خدمت خلیفه فاطمی شیعی به نام الحاکم به امر الله قرار میگیره. خلاصه در مورد محمد بن اسماعیل درزی که از مؤسسین این فرقه میتونید از آیت الله ویکیپیدیا کمک بگیرید. تشکر میکنم دوستان عزیز. در مورد این فرقه که فرقه شیعه هست دوستان عزیز، در کتابخانه مجازی الفبا که یکی از کتابخانه های معروف رسمی شیعه هست، در مورد میگه که محمد ابن اسماعیل درزی یا درزی، ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل درزی در قرن 5 زندگی میکرده، متکلم شیعه اسماعیلی بوده. اینم دیگه از خودشون که بعد نگید که وهابی‌ها اینا رو درست کردن. تشکر میکنم دوستان عزیز. در یکی از دانشنامه های فرق اسلامی که شیعیان درست کردن، از اثر آیت الله سید حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی رهبر ایران، در مورد درزیا چی میگه؟ از فرقه های منحرف اسلامی هست، منسوب به محمد بن اسماعیل درزی یا درزی که به معنای خیاط است. در سال 408 هجری و در زمان حاکم فاطمی وارد مصر شد. در آن آبان شخصی به نام حمزه دعوتی را به نام توحید که ظاهرا مطابق و یا شبیه عقاید امروزی دروزیه بوده شروع می کند و محمد بن اسماعیل درزی این مذهب و دعوت جدید را میپذیرد و در سال 407 هجری قمری به امامت حمزه اعتراف کرده است. کل فرق شیعه یک وجه مشترک دارن که جامع خرافاتشون شیعه اثناعشری است و اون امامت است و چیز بدبختی که در امت اسلامی است از این ادعای امامت این هست. بعد خودشون موحدن میگن. درزی در قاهره به خدمت حاکم خلیفه وقت فاطمی میپیوندد و در مورد رضایت او نیز واقع میشود. وی در این هنگام کوشش میکند که حمزه را خلع و مقام او را به دست آورد. وی در این مسیر اتباع و پیروانی نیز به دست میارد، ولی این امر موجب مخالفت حمزه گشته و در نتیجه فشارها، خلاصه داستان زندگی این رو میگه که بعد از اون در جنگ میان اینها و ترک ها پیش میشه در زمان عثمانی‌ها. خلاصه درزی اولین کسی است که به الوهیت حاکم خلیفه فاطمی شیعی، این فاطمیین شیعیان بودن، قائل شده. میگوید که عقل کلی در آدم علیه السلام متجسس شده و از او به انبیا و سپس به علی و آل علی علیه السلام که خلفای فاطمیین از ایشانن منتقل شده. و یک کتابی در این موضوع نوشته و در بزرگترین مساجد قاهره این کتاب را بر مردم میخوانده است و همین نیز عامل پدید آمدن فتنه مذکور شد. خلاصه در مورد اینها مفصل آقای سید حسن خمینی در اینجا صحبت کرده و اینکه درزی ها خلاصه پیرو نصیری ها و شیعیان امامیه هستند و یک سری مسائل از اونها گرفتن، در اینجا مفصل نوشته. تشکر میکنم دوستان عزیز. البته کسانی که دوست دارن میتونن برن این مطالب رو از آدرس هایی که دادیم بخونن.
در اینجا هم ببینید وبسایتی هست مال الشیعه. در اینجا هم در مورد دروز ذکر کرده، میگه که این اعتراف خودشون است: نشأ المذهب في احزان العقیدة الشیعیة الاسماعیلیة الفاطمیه. این مذهب در آغوش عقیده شیعه اسماعیلیه فاطمی به وجود آمد. و عنها تفرع، و از این مذهب یعنی از مذهب اسماعیلیه به اصطلاح نشأت پیدا کرد یا جدا شد و تا سال 408 هجری کشف نشده بود، یعنی پنهانی بود. در عهد خلیفه فاطمی الحاکم به امر الله این مسئله به اصطلاح بیان شد. اینم از مرکز آل بیت العالمی للمعلومات القم المقدسه. اینها این رو نشر کردن. دوستان عزیز، بعد نگید که شما به شیعیان تهمت میزنید. هرچه مصیبتی که در امت پدید آمده زیر سر این طایفه است. در اینجا هم در مورد درزی‌ها صحبت کرده. درزی طایفه است که از مذهب اسماعیلی فاطمی جدا شد، از جمله غلات شیعه اسماعیلی محسوب میشن که منسوب میشه به ابی محمد الدرزی، کسی است که از موالات داشت به الحاکم به امر الله فاطمی، یکی از خلفای فاطمی. با بعد از مدتی هم ادعا کرد که الحاکم به امر الله خدا هست، ادعای الوهیت کرد برایش و جنایت هاشون رو که اینها انجام دادن مفصل در اینجا تاریخ اینها رو بیان میکنه. تشکر میکنم دوستان عزیز. خب، مشابهت هایی که اینها با شیعیان اثناعشری امروز دارن: امامت، اعتقاد به امامت اهل بیت رو اعتقاد دارن و امامت حضرت علی رو اعتقاد دارن. گروهی از اینها حضرت علی رو خدا میدونن، ادعای الوهیت حضرت علی رو دارن، ادعای غیبت امام زمان رو دارن، یعنی به مهدی و به امام زمان اعتقاد دارن. بزرگانشون رو پرستش میکنن در حد پرستش، مانند اعتقادی که شیعیان اثناعشری ما بارها کلیپاشون رو دیدیم که علی رازق است و علی خالق است و علی این است و علی آن است. اون هم همین اعتقادات رو نسبت به بزرگانشون و نسبت به اهل بیت دارن. یکی از وجوه مشترکی که اینها با شیعیان اثناعشری دارن این است که لعن صحابه میکنن و خاصتا ابوبکر و عمر و عثمان رو به بدترین کلمات و بدترین شکل لعن و نفرین میکنن. و یکی از شخصیت‌های مهم این مذهب حاکم به امر الله هست. در اینجا هم در مورد اینا پرچمی هم که دارن، این پرچمشون هست. میگن که گرچه آیین دروز از اسماعیل سرچشمه گرفته، دروز خود را مسلمان نمیدانند. آنها زبان و فرهنگ عربی را بخش جدایی ناپذیر هویت خود میدانند و عربی زبان اصلی آنهاست. بیشتر آموزه های مذهبی دروز مخفی است و پذیرش افراد خارجی در این دین مجاز نیست. در مورد رسالتشون که این آیین از اسماعیلی شاخه ای از شیعه سرچشمه گرفته و اینجا اضافه میکنه که اسماعیلی از فرقای شیعه است. اسماعیلیان نام خود را از اسماعیل ابن جعفر فرزند جعفر صادق گرفتن. مرگ اسماعیل و اختلاف بر سر جانشینی پدر موجب ایجاد شاخه‌های دیگری از شیعه شد که اسماعیلی یکی از آنهاست. بعد اشخاصی را که اینها گرامی می‌دارن: آدم و نوح و ابراهیم و محمد ابن اسماعیل، سلمان فارسی، الیاس و یحیی و جرجیس و ایوب و لوقا و خلاصه در مورد اینها در اینجا
مفصل نوشته. مذهب درود شاخه از اسماعیلی است. این مذهب نخستین بار در سال 408 قمری در قاهره و در مسجد ریدان پایه‌گذاری شد. بر صورت دوستان عزیز، این تشکر میکنم. مفصل در مورد این هست. در قرن 11 اینا، خلاصه در قرن 11 میلادی، اینا اومدن کلا ابراز وجود کردن به عنوان یک فرقه‌ای در برابر اموی‌ها و عباسی‌ها و دیگر گروه‌های مذهبی یک هویت مستقلی برای خودشون اظهار کردن. بعضی از اینها انبیای الهی رو انکار میکنن، فقط اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو احترام میکنن، میگن اینها الوهیت دارن، و پیامبران رو میگن اینا ابلیس ها بودن والعیاذ بالله. بعضیشون اعتقاد دارن به این که حمزه که یکی از بزرگان این مذهب هست، مسیح موعود اون هست. و اهل سنت و مسلمانان را خیلی بد میبینن و مالشان را و جانشان را وقتی که امکان داشته باشه و تمکین داشته باشن رو حلال میدانن. اعتقاد به تناسخ ارواح دارن، یعنی اعتقاد دارن که یکیشون که میره روحش به کسی دیگری منتقل میشه یا به حیوانی منتقل میشه. اعتقاد به تناسخ ارواح دارن. جنت و یعنی بهشت و جهنم رو انکار میکنن و در مورد ابوبکر و عمر و دیگر صحابه اقوال بسیار زشتی دارن که در رسائل حکمتشون که تعدادش بیش از 111 تا رساله هست در اونجا ذکر شده. اعتقاد به امامت دارن و همچنین خودشون رو موحدم میگن، یعنی ما خدای یگانه رو میپرستیم. البته سیدنا علی رو خیلی احترام میکنن و او رو نمادی از حقیقت و هدایت میدانن. اینها کلا مواردی بود که در مورد درزی ها وجود داره. ارتباطشون با رژیم ایران مسئله پنهانی نیست. وجود عناصر حزب الله در کنار اینها نشان دهنده این است که اینها با حکومت ایران رابط نزدیکی دارن. جالبه بدانید که وفادارترین افسران و سربازان ارتش رژیم جنایتکار صهیونیستی از شیعیان درزی هستند. تاریخ خدمت اینها در اسرائیل به سال 1948 برمیگرده و اینها تعداد زیادی در رتبه‌های مختلف نظامی، چه اجباری چه اختیاری، اینها کار کردند. در بخش عملیات نظامی امنیتی، فرماندهی رده‌های بالای نظامی، نیروهای ویژه و عملیات‌های مخفی، بخش‌های پشتیبانی و اطلاعات و همچنین تعداد زیادی از افسران و فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی از اینها می باشد. اینا معروف هستند به پایبندی به قوانین اسرائیل و وفاداری به رژیم و دولت اسرائیل. شخصیت‌های مهمی از اینها رو به نام اوفر یشای که یکی از افسران بلندپایه درزی در ارتش بود، آلان بنیامین یکی از فرماندهان واحدهای ویژه عملیاتی ارتش اسرائیل، یوسی بنیامین هم یکی دیگر از افسرهای درزی است که در اسرائیل در سطوح عالی نظامی فعالیت میکرد، امین ناصر. جالب است که اینا اسمشون مانند اسمای مسلمان هست. امین ناصر رهبر سیاسی درزی هاست در لبنان که نقش مهمی در ائتلافات و خلاصه جنگ علیه اهل سنت و فتنه انگیزی ها در اونجا داره. طاهر سلیم یکی دیگر از شخصیت‌های معاصر معروف اینها، سیاستمدار و رهبر درزی ها در لبنان هست. شرابل میخائیل یکی از فعالان جامعه درزی یا درزی در لبنان هست. حسام الدین خلیل یکی از فعالان سیاسی و فرهنگی اسرائیلی هست، اصلش درزی است. و در سوریه هم رهبرای زیادی از اینها هست که مانند میشل اون، آل حسین و محمد علی هورانی، فرهاد علی، رهبرای از اینها هستند که در سطح‌های مختلف در دولت در اونجا فعالیت میکنن. در یکی از دوستان دستش درد نکنه برای من یک سرچی کرده بود و تعدادی از افسران اینها رو که فعلا هم سر کار هستن
و بعضیاشون در غزه به درک واصل شدن رو با تصاویر اینا رو پیدا کرده بود. دوستان عزیز اگر نشون بدن، علیم عبدالله معاون فرمانده تیپ 300 از لشکر 91 ارتش اسرائیل با درجه سرهنگ دوم. غسان علیان نخستین فرمانده غیر یهودی تیپ گولانی، این از درزی های اسرائیل. منیر عمار سرتیپ ارتش اسرائیل، فرمانده سابق گردان شمشیر، گردانی متشکل از سربازان غیر یهودی، در یک سانحه هوایی درگذشت در حالی که رئیس اداره مدنی کرانه باختری بود. این اداره زیر مجموعه سازمان هماهنگی امور دولتی در مناطق کوکات می باشد. طریف بدر پزشک و سرتیپ بازنشسته ارتش اسرائیل به عنوان رئیس کل بهداری ارتش خدمت کرد و نخستین فرمانده غیر یهودی در این سمت بود. وی اکنون مدیر مرکز پزشکی کاپلان هست. سلمان حبکه فرمانده گردان 53 از تیپ زرهی 188 در جریان جنگ غزه به هلاکت رسید. مجدی حلابی که در 24 می 2005 در سن 19 سالگی ناپدید شد، در حالی که قصد داشت از شهر خود به پادگان خود در نزدیکی تیرات کرمل سفر کند. یکی از سربازان ارتش اسرائیل. یوسف مشلب ژنرال ارتش اسرائیل، فرمانده منطقه اتزیون و فرمانده لشکر آدوم، هماهنگ کننده فعالیت‌های دولتی در مناطق و فرماندهی جبهه داخلی را به عهده داشت. یکی دیگر از درزی‌ها. سلمان زرکاب پزشک و مدیر کنونی مرکز پزشکی زیو در صفت، سرهنگ ارتش اسرائیل، استاد دانشگاه در دانشگاه حیفا و دانشگاه عبری اورشلیم. اینا از فرماندهان و شخصیت‌های مهمی که در اسرائیل بودند در همین سالها و هستن بعضیشون هنوزم. پس دوستان عزیز، اینها در ارتش اسرائیل و در حکومت اسرائیل جایگاه ویژه‌ای دارن و خیانت شیعیان درزی از الان نیست. به طور مثال دوستان اگر این رو نشون بدن، این عکس از جمله وثیقه هایی است که سلطان الاطرش که از رهبران اینا که در این وسط هست با نماینده های صهیونیست ها در سال 1938 در منطقه جبل دروز که در نزدیکی سویدا در سوریه امروزی است، در اونجا ملاقات داشته. و این عکس دیگری هم تعدادی از رهبران این هاست که در سال 1940 با نمایندگان رژیم صهیونیستی در همان منطقه دیدار کردند. یعنی خیانت ها و جنایت های اینها تازگی نداره. تشکر میکنم دوستان عزیز. و وثایق زیادی بعد از اینکه نیروهای امنیتی سوریه وارد سویدا شدن، تعداد زیادی از کتاب‌ها و وثایق اینها رو در اونجا به دست آوردن که خیلی از اینها نشر شده و من انشالله این وثیقه‌ها رو مانند وثیقه‌ای که از کتب شیعه در برنامه‌های مختلف نشون دادم انشالله در هفته‌های گذشته، در هفته‌های آینده انشالله خدمت شما عزیزان در برنامه‌ها نشون خواهم داد. این یکی از وثیقه‌هایی است که از کتاب‌های اینها عکس برداری شده. در مورد زنای محارم اینجا جواز زنای محارم رو بیان میکنه. تشکر میکنم دوستان عزیز. خب دوستان عزیز و بزرگوار، این بود خلاصه در مورد این وضعیتی که در سوریه در هفته گذشته رخ داد و اسم درزی ها سر زبان ها افتاد و اینها در طول تاریخ غیر از جنایت بر علیه مسلمانان مانند همه فرق شیعه، و این رو یقین داشته باشید که هر فرقه شیعه‌ای که در هر جایی به قدرت رسیده غیر از جرم و جنایت کار دیگری نکرده. مثلا شما ببینید قرامته یکی از فرقهای شیعه است. در منطقه احسا شرق عربستان سعودی اینها یک دولتی برای خودشون درست کردن و بعد از اون به مکه مکرمه حمله کردن، حجاج رو سر بریدن، جسدهای بی سر
سربریده شده حجاج رو در داخل چاه زمزم انداختن، سنگ حجر الاسود رو از جاش کندن و بردن در احسا در شهر خودشون در اونجا نصب کردن و تا اینکه خلاص این فرقه در اونجا نابود شد، به دست اهل سنت و منقرض شد. فاطمیون در مصر حکومت تشکیل دادن، با یهود و نصارا دستشون رو یک کردن. فاطمی یک از اسماعیلی مذهب بودن و سبب اشغال سرزمین های شام و فلسطین و مسجد الاقصی به دست مسیحی ها شدن، به دست صلیبی ها. حکومت صفویون وقتی که در ایران به قدرت رسیدن، جنایاتشون رو که دیگه شما اطلاع دارید که چگونه اهل سنت رو که یعنی کشوری رو که بیش از 90% اهل سنت بودن، با کشتار و سوزاندن و جنایت‌های گوناگون اینها رو همه رو به زور شیعه کردن و کسی که شیعه نمیشد میکشتنش یا زنده زنده میسوزاندنش. امروز اصطلاح پدر سوخته در ایران از اون زمان مونده، یعنی کودکانی رو که پدراشون رو به خاطر اینکه شیعه نشده بودن و زنده زنده سوزانده بودن به اونها میگفتن پدر سوخته، یعنی پدرش سوخته. و بعد از اینم که در زمان معاصر ما آخوندها در ایران به قدرت رسیدن، دیدیم که در عراق، سوریه، افغانستان، در هر جایی که اینا قدم گذاشتن غیر از جرم و جنایت کاری انجام ندادن. از همین لحظه به بعد دوستان عزیز شماره تماس برنامه زیرنویس میشه و 1 ساعت پایانی برنامه رو به تماس‌های شما عزیزان اختصاص خواهیم داد و در مورد موضوعات که در برنامه مطرح شد انشاءالله عزیزان ما اظهار نظر خواهند کرد و هم از طریق واتساپ و هم از طریق شماره تماس مستقیم برنامه. این شماره رو میتونید هم مستقیم به برنامه زنگ بزنید و هم از طریق واتساپ. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خود عزیز خوب هستین؟ خداوند شما را نگهبان باشه. سلامت من باشید. که برنامه‌تون رو تماشا کردم، یک چیز ما همینجا بسیار خلاصه بندگی من برو آوردم که همین بسیار انا از همین را گفتن که بجوز غیر حضرت علی رضی الله عنه دیگه تمام اینا پیغمبرها توبه کردن. بله. گپای شما گفتن اما خیلی گپا میگن من در زبان نمیبرم. من یک معنی جنازه هستم. خیلی همین بسیار میگن همین گپ میگن همه را مسلمان شماریده میشه وقتی که میگن که پروردگار کسی که را هدایت نه او را هیچ کس مثل که ایره گمراه کرده نمیتوننده در راه خداونده. اون که خداوند کسی را که میگه که بخواه خودش مثل میگن گناهگار باشد. اون که همه بنده‌هایی که همه پیغمبرها و همه خیلی گفته هم میگن اما در جمله کافرها داخل میشوند، در جمله منافقا. کسی که به پیامبران الهی توهین بکنه به هیچ عنوان مسلمان محسوب نمیشه برادر عزیز. کافر میشه و آخرت ایمان خارج شدی کافر میشه. 100%. آیا که من بسیار استاد عزیز خطب به حال فرمان میکنم. ما برادر ما 50 ساله شدم. ما خطب همچون برادر بزرگی حساب میکنم. اگر ایمان خوردم باشی من که ایمان خطب بزرگی حساب میکنم. بله. اول است که پروردگار میگه که هر یک چیز خودش سبب میکنه. بله. من فکر میکنم که همین شیعه مسلمان نیستن. همین مسلمان نیستن. چخیلی که اینا مثال بگم همین دکتر زاکر نایک خداوند امری دراز شده سخن میکنه میگه که کسی که با پیغمبرها، کسی که با بهشت، با ملائک ایمان نداره اون مسلمان نیست. هرچند بگه که ایمان دارم به الله و پیغمبرش حق نمیشناسم او آدم مسلمان حساب نمیشود. من کافرش نمیتونستم فقط مسلمان داخل حساب نمیشود. کسی میگه با الله خودش میگه که الله با من با پیغمبرای من با همه چیز من شما باید ایمان داشته باشین. همین معنی اسلام خودش تسلیم شدن با پروردگار. همین خلاص
دقیقاً یکی از ارکان ایمان به انبیای الهی است برادر عزیز. بله خداوند شما را هم ضرور بکنه. ما یک روز سخن شما را گوش کردم، اسیستان طرف سخنم درستان میرا. الله مهربان را باشه که برادرایی که هستن در مثل انتظار نرانه ما مثل بگیم ما این همه حاضر میگن که ما یک کفر گفتن نمیتونیم. بسیاری همه علمای چون علی میگن شاموندن در سرشون بتیام خیلی لندی داموندن چون علی میگن در هر پاش نقطه مثل یک چیزی ما علی قرآن و حافظ قرآن خداوندی وقتی دیگر کنه ما وقتی که میگه که پروردگار ما را میگه که شما در روزت هست در تنها حالت هست وقتی که ما بیمار نیستیم سلامتی ما در درجه بلو یکم کمبودی نداریم. آیا که مثال بگیم ما باید هوای گرم نگاه نکنیم. در عربستان سعودی تا 50 گرم گرمی میکنن. پیغمبر خدا رسول الله صلی الله علیه و سلم در روزه جهاد در منبر میبرم هفته در بالای سرش مثال بگیم مردم روزادار بود امر معروف نهی منکر و توحید یکتاپرستی مثال بگیم تکلیف میکرد. درست. آیا که ما این نمی‌آمدیم ما مثال بگیم میگیم که مثال بگیم خود فهمیدیم من ایتون استاد عزیز من گفتم که همین مثال بگیم ما این مثال وضعیت این برادر افغانستان در تاجیکستان بسیار بزرگ شده خداوند این پرزیدنت خداوند ما را خداوند ایسر دولت نابود کنه که مردم در راه یکتاپرستی امام بیارن الله هدایتشون کنه. آمین. باور نکنید درجهش یکی همون چه بگم امنیتی های همون دولت ما به خلقهای افغان همه برد نگه اگر بخوایی که در همونجا بسی که همین کار خطمه نکنی. الله المستعان. الله المستعان. با استاد عزیز من هر گونه که کود داره جنگ و میرم گریه میکنم. من گریه برای اون نمیکنم. ما گریه برای کهرینمتی مردم خدمت میکنم. ما مردم ما کهرینمتیم. ما در شوروی رفتیم برادرای خود را کشته از پیش روز شده رفتیم افغانستان را برامیم تک مردم برادر همزبان خودمون هم ایمان خودمون کشته. وای بر حال ما پیش پروردگار را یا چی جواب میگم. وقتی ما بر جنگ برادر کشی کردیم 5 میلیون 6 میلیون مردم افغانستان خشون از جنگ رفته سردن نانی داری فردا نخشکستگی گزوی ما را بزریا از آن جمعه خیلی در جنگ خدمت میکردم. من سال 93-95 این شروعش جنگ ما بود. درست. من خدمت من چه نداره شما این مردم شما که من خداوند ببخشید که برادران من هم ببخشید که ما شما را من اون به دعوت کردم و دعوت من ارود کنم ما بخاطر الله شما بخشید شما چه شما حرمت کردین ما شما را کشتیم شما با ما را خیلی حرمت ایزاد کردین نگفتیم شما را وقت اومدین کشتیم شوروی اومدین ما را شما کشتیم یاران گرفتن اومدین خونه‌های ما را اومدین خونه و درهای ما را در دادین انفجار دادین برادرای ما را پماشون ازش رفت چشماشون ازش رفت یکی ما شما را میبخشیم بخاطر الله برای شما هم ملتی مایه هم زبانی مایه هم ایمانی مایه هم خیش توار ما قطعی مردم شریف افغانستان این نمی تا همی داره همی بریتانیا آمدن همون افغانستان و تاجیکستان و شوروی رفت روسیه رفت جهان کرد ما هیچی نبود ما خیش توار بودیم با هم دیگر دختر میدادیم فرزند کلم میکردیم بچه میدادیم ما خیش توار بودیم امروز ما را خود ما را یک کفار کو ای اکمش کرده روسیه بیمش همیش ایران پدر اهلت حرام زایده ها کو ولی اینو ما را شرمونه کردن ما را تکا کردن کو همه حرام ها کردن ایشان چی کردن ایشان ما را ایمان ها ما را ضعیف بودن ایمان های ما کامل میشید که ما این را نیجا ها میکنیم خیلی درست. تشکر شما برادر عزیز. الله متعال سلام و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز در ویدیو گوشن سلام از چشم دشمنان اسلام پروردگار شما را الله مهربان حفظ کنه. سلام و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. زنده و سلامت باشید. تشکر از شما.
برادر عزیزمون در مورد، شاید صداشون کمی واضح نبود یا بعضی دوستان متوجه نشده باشن، در مورد میدونید که همین وضعیتی که در ایران است، البته نه به اون شدت، در تاجیکستان هم جریان دارد و مهاجرین افغانی رو در اونجا دارن اخراج میکنن. ما بارها گفتیم قضیه اخراج کردن مهاجرین غیر قانونی در هر کشوری که باشه بر اساس معیارهای امروزی اختیار کشور هاست. اعتراضی هم، ما حق اعتراضی هم نداریم. امروز متاسفانه دشمنان این مرزها رو برای ما ساختن. مشکل ما با برخوردهای غیر انسانی است که صورت میگیره. مثلا این فیلم رو من خدمت شما نشون میدم. بابا جان شما بگیرید همین انسان رو اخراجش کنید، رد و مرزش بکنید. یک نظامی ایرانی که گوشه لباسهای نظامیش هم معلوم میشه با مردم غیر نظامی، با یک مهاجر افغانی چگونه برخورد میکنن. این صحنه رو ببینید. و من عذر میخوام از صحنه زشتی که در این و این ملتی که ادعا میکنه که ملت با فرهنگ و لول بالا و نمیدونم کلاسشون اینطوری است و تاریخ 2500 ساله دارن و فلان دارن. نگاه کنید این رو. گوش کن داخل دوربین نگاه. میری بچه افغانستان میاد سننده از مادرشون میگه. حالا بگو بگو بچه افغانستان میاد سننده از مادرشون میگه. بگو من بگو داخل بگو بچه افغانستان میاد مادرشون میگه. بگو بچه افغانستان بچه افغانستان بیاد کنند از مادرشو میگم. حالی شد امشب از اینجا میرید بیان اینجا ببینم تو میکشن. شما تصور کنید این وحشیگری مردم ایران، نظامیان ایران، من همه رو نمیگم، یعنی کسانی که این صحنه رو اینو جز از این ملتن. دیگه کسی ایرانی نیاد اینجا از فرهنگ ایران و نمیدونم از تاریخ ایران و از تمدن ایران و از اخلاق ایران و نمیدونم از این چیزا بگه. این وضعیت رو ببینید شما رو با خدا. یعنی اسرائیل با فلسطینی‌ها این گونه برخورد، با یک گلوله میزنه راحتش میکنه، ساتور دستش گرفته، خودش هم نظامی، و این برخورد رو نگاه کنید با یک مهاجر. مثل این 10 فیلم من اینجا دارم که باور کنید من، یعنی اگر پخشش بکنیم فردا یوتیوب شبکه رو میبندن. یعنی صحنه‌های خیلی زننده‌ای هست. آره این درد دل این بیچاره رو ببینید. الله قسم باشه از ایران که در اسرائیل کافر است، با خدا اسرائیل چی داره، رحم داره، لکن دولت ایران نداره. ملتش نمیگیم، ملتش خوبم داره بدم داره، لکن دولت یادی که ریشه را مانده به نام اسلام ریشه مانده اخوندایشه. با خدا با می ذات الله برید قسم میخوریم که اصلا نیست. وقتی قاضی یک برید بگو یک قاضی علمت، ما مردم یک ضرب مثل داریم، یک قاضی که یک کاری بکنه فیصله سریکی میکنی. کار میکنم دوستان است. و همه این جنایت ها صورت میگیره به چی میگه؟ آقا افغانی ها جاسوسی کرده بودن برای اسرائیل در جنگ 12 روزه. و این نماینده مجلس ببینید چی میگه. در میان بازداشتیایی که به جرم جاسوسی بازداشت شدن حتی یک مورد از اتباع افغانی وجود نداره. بله بازداشتی افغانی داشتیم ولی به جرم جاسوسی نبوده، جرایم دیگه ای بوده. من نکته‌ای که میخوام تقدیم کنم اینه، ببینه عزیزان، متاسفانه مسئله نفوذ داره فروکایی داده میشه. عذرخواهی میکنم بخوام محاوره بگم، به گل محمد و جان محمد سر کوچه. آقا وزیر محترم اطلاعات، افغانی آمدن گفتن که شورای عالی امنیت ملی ما فلان روز فلان ساعت کجا جلسه داره. افغانیا گفتن که سحری که حمله شروع شد سردار سلامی ما کجای تهران بوده. افغانیا گفتن که حاجی زاده ما کجا با معاونینش جلسه داشته. چرا نمیریم باگای امنیتی رو شناسایی کنید؟ چرا پاسخگو نیستین؟ چرا یه جواب درستی نداریم برای ملت؟ ببینید دوستان عزیز، این اعتراف خودشون هست. با اخراج هیچ کس مشکلی نداره. هر کشوری طبق معیارهایی که امروز معمول است اخراج بکنه، حتی تاجیکستان. اما توهین، اهانت، کتک زدن، صحنه‌هایی که باور کنید باور انسان نمیشه
که در ایران رخ میده اینا. و این برادرمون مسئله‌ای که ذکر کردن، شما میدونید که در زمان اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی خواستن در 4 سال اول اشغال اتحاد جماهیر شوروی از جمهوریایی که تحت اشغال اتحاد جماهیر شوروی بودن مانند قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان از اونجا سرباز میگرفت و به جنگ مردم افغانستان میفرستاد. و این سربازا خیلیشون جنایت هم کردن حقیقتش در افغانستان، مردم رو کشتن، تجاوز، یعنی خیلی اعمال زشتی رخ داد. خب خیلی از اونها اصلا از دین خبر نداشتن، یعنی جوانهایی که اصلا در زیر سایه اتحاد جماهیر شوروی بزرگ شده بودن. اما با این وجود تعداد زیادی از اینها چون زبان مردم افغانستان، مثلا تاجیک ها زبان مردم تاجیک افغانستان رو بلد بودن، یا ترکمن ها یا ازبک ها، متأثر شدن و خیلی از اینها کمک میکردن به مردم افغانستان، سلاحشون رو میدادن یا گلوله میدادن یا این چیزو کمک میکردن. وقتی روس‌ها متوجه این مطلب شدن، اینا رو بردن و بعد از سال دوم یا سوم بود که از نیروهایی که از بلغاریا و از چکسلواکیا و از اونجا بسیج شده بودن، اونا رو بردن به جنگ افغان ها. بعد از خروج نیروهای شوروی و در دوران شدت جنگ داخلی در افغانستان، شما تصور بکنید که خود مردم افغانستان مشکل اقتصادی داشتن، مشکل تهیه مواد غذایی داشتن، مهاجرت بود در داخل، در پایتخت جنگ بود، 12 تا حزب شیعه با 7 تا حزب سنی، این حزب و جمعیت و اینا همه به جان هم افتاده بودن. در همین شبانه روز در تاجیکستان جنگ بین حزب نهضت تاجیکستان و بین حکومت دستشانده روسیه در تاجیکستان شروع شد و در این جنگ هم دیگه حالا تفاصیلش رو من زیاد نمیخوام وارد بشم. خیلی خونه های مسلمان ها رو خواستن در مناطق جنوب تاجیکستان، در مناطق غرب، در اینجا خانه های مردم مسلمان را آتیش می زدن کمونیستا و می کشتن، قتل عام می کردن و میلیون ها نفر از مردم تاجیکستان از دریای آمور رد شدن و مهاجر شدن به افغانستان، چون راه دیگری نداشتن. یعنی جمهوریت هایی که در اطراف تاجیکستان بودن، ازبکستان و ترکمنستان و این کشورهایی که بودن، همه اینا مرزاشون رو بسته بودن، به یک تاجیک اجازه نمیدادن که به اون طرف بره. تنها مرزی که باز بود مرز افغانستان بود. موقعی که مهاجرین تاجیک به افغانستان رسیدن، شما تصور کنید اوج جنگ داخلی از 35 سال جنگ، گرسنگی، تشنگی، وضعیت کشور خراب، حکومتی وجود نداره، اما این مردم افغانستان از این مهاجرین استقبال کردن. کسی که 2 تا اتاق داشت یکیشو داد به مهاجرین تاجیکی، کسی که 3 تا اتاق داشت یکیشو داد به مهاجرین تاجیکی، کسی که 4 تا اتاق داشت 2 تاشو داد به مهاجرین تاجیکی. اینها رو مثلا در داروخانه ها، در بیمارستان ها، در بازارها تاجیکار آزادانه میرفتن کار میکردن. نه کسی از اینها ویزا میپرسید، نه پاسپورت میپرسید، نه کسی از اینها اقامت میپرسید، مثل مردم افغانستان. یعنی من کسایی رو میشناسم که سالها در اونجا در بیمارستان‌های افغانستان به عنوان دکتر، به عنوان نرس کار کردن و کسی به اونها چیزی نگفته. در بازار میرفتن، تجارت میکردن، حتی در کمپ‌هایی که بودن هیچ گونه محدودیتی بر اونها نبود. یعنی کسی نمیگفت کی از اینجا خارج میشی، کی طرف میزنه بچه‌شو میگرفت میرفت مثلا توی شهر دیگه در افغانستان ساکن میشد، کسی بهش کاری نداشت. شما تصور بکنید این مثلا 100 سال پیش اتفاق نیفتاده، در همین دهه 90 میلادی، یعنی دقیقاً 25 سال پیش اتفاق افتاده. و چقدر زشت است که یک ملتی این احسان رو فراموش بکنه، چقدر زشت است که یک دولتی، یک رئیس جمهوری این احسان و نیکی یک ملتی رو فراموش بکنه. و باور کنید این کینه‌ای که امروز ایرانی ها، نمیگم همه ایرانی هایی که امروز بر دل مردم افغانستان گذاشتن، این فردا سبب 1001 بدبختی در بین دو کشور خواهد شد. دشمنی ها رو زیاد خواهد کرد. و یقین بدانید و این یقین 100% داشته باشید که این وضعیتی که امروز سر مهاجرین افغانستان ها. من یک روزی گفتم یک آه مهاجرین سوریه در کمپ هایی که زندگی میکردن، در اردوگاهی که زندگی میکردن، گفتم اگر آهی یکی از این کودکان گرسنه و تشنه در این اردوگاه ها دامن رژیم ایران رو بگیره،
یک نفر از اینها زنده نمیمانند. دیدید در یک شب چند تاشان به جهنم فرستاده شدن؟ او به دست کی؟ به دست اسرائیل. دیدید قاسم سلیمانی جنایتکاری که این همه جنایت کرده بود در سوریه چگونه تیکه تیکه شد، سوخت؟ الله سبحانه و تعالی وقتی انتقام بگیره سخت انتقام میگیره. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند اتقوا دعوت المظلوم، از دعوت مظلوم بترسید، به خاطری که لیس بینه و بین الله حجاب، هیچ پرده ای بین او و بین الله متعال نیست. یعنی دعاش قبول میشه ولو بعد از مدتی. و این جنایتی که امروز علیه مهاجرین صورت میگیره، یعنی صحنه های کلیپ هایی هست که باور کنید من به عنوان یک انسان خجالت میکشم این رو پخش بکنم. به عنوان یک فارسی زبانی که من به زبان مردم ایران صحبت میکنم خجالت میکشم که این رو پخش بکنم، بگم این جنایت ها در آمریکا نه، در روسیه نه، در اسرائیل نه، در غزه نه، در جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده. در سایه ملتی اتفاق افتاده که ادعای تاریخ 2500 ساله داره، فرهنگ، ادبیات، نمیدونم فلان. البته اینا دوستان عزیز وقتی که شرک در وجود انسان ریشه بدوانه، انسان رو ظالم میکنه، انسان رو سنگدل میکنه. شرک انسان رو وجودش رو از انسانیت، از رحم، از مروت خالی میکنه. به خاطر همین ببینید بیشترین جنایت ها رو در تاریخ بشریت ملحدین و مشرکین کردن. کمونیست ها مثلا، مغول ها، صفوی ها یا رژیم آخوندی ایران، چون شرک رحم و مروت رو از دل. بعد اینا دیگه نیان بگن که والله ما فرهنگ مشترک داریم، ما مولانا ایرانی است و نمیدونم فلان ایرانی است و خیام ایرانی است و فلان ایرانی است. البته مذهبی اینا به این چیزا اعتقادی هم ندارن. یک کلیپی رو خدمت شما پخش بکنم، خیلی جالب است. کل دیوان نظامی رودکی و دهلوی، انوری و منصوری، خاقانی و صد مولوی، قصه های شاهنامه رستم و اسفندیار، شعرهای سعدی و خیام و صدها شهریار، حاطف و عطار و صائب، حافظ و اهل شهود، حاطف و عطار و صائب، حافظ و اهل شهود، به فدای شاعری که این دو بیتی را سرود، بر مشامم میرسه هر لحظه بوی کربلا، بر دلم ترسم به ما آرزوی کربلا، تشنه آب فرات، ای اجل مهلت بده تا بگیرم در بغل قبر شهیده. بله دوستان عزیز، همه شعرهای فارسی رو فدای یک دو بیتی شرکی خودشون کرد. بیننده عزیز بفرمایید. الو. بله بفرمایید. الو، سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد گرامی خسته نباشید، وقت شما بخیر. سلامت باشید، بفرمایید. استاد بنده خیلی تحقیق کردم درباره خیلی از ادیان و این که بخوام بگم بنده چون مسلمان هستم، ولی الحق و الانصاف که در دین اسلام هیچ اشکال و هیچ مشکلی نیست، ولی با توجه به این که به تاریخ اگر بخوایم نگاه کنیم، هیچ دینی در طول تاریخ از گزند و طوفان و هجوم یک سری از افکار و تفکرات غلط در امان نبوده. بنده اگر شما در تاریخ هم نگاه کنید ببینید دین اسلام رو
قرآن و سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو به یک شجره تعبیر کردن، یعنی شجره اسلام. هر صدای من میاد استاد؟ بله 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 داریم گوش میکنیم. بفرمایید. عرض میگم خدمتتون، اگر شما این شجره اسلام، درخت اسلام رو شما تصور کنید، متوجه میشید که بهترین ادیان که همین دین اسلام هست، هر دینای دیگه بالاخره 4 تا برگ زائد، 4 تا شاخه زائد، 4 تا شاخه خشک کرم زده در پیکره این شجره وجود داشته، به وجود آمده یا در گذر زمان یا به مرور زمان پوسیده شدن، از این درخت یه جورایی جدا شدن. و الان اینو میخوام به شما بگم، این چیزایی که الان در اسلام واقعی هست یک امر طبیعیه. ما نباید سرخورده بشیم که آقا چرا مثلا امروز یه سری از روافض در اسلام اینجوری قد علم کردن. بنده به عنوان یک مسلمان وظیفه‌م اینه که این شاخه‌های اضافه و زائد رو هرس کنم، حالا در میدان عمل، در سخن، در بیان کردن روایات و احادیث پیامبر. بالاخره وظیفه من اینه که نقش خودم رو ایفا کنم و اینا یک امر واقعیه، یک امر طبیعیه، در طول تاریخ بوده که متاسفانه بعد از رحلت پیامبر و بعد از خلفا این به مرور زمان اضافه شده. اینا که دین شیعه، مذهب شیعه از بن به نظر من مذهب شیعه با اون آلت پرستی که تو هندوستان هست، با اون کسی که گاو پرست تو هندوستان هیچ فرقی نداره. اون مرده میپرسته، این داره آلت تناسلی میپرسته. من معذرت میخوام اینجوری صحبت کنم، ولی یه واقعیته. هر چیزی که 1 درجه با قرآن و سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم زاویه داشته باشه باطله، حتی اگر از خود اسلام سرمنشأ گرفته باشه، چون از اسلام جدا شده، تا یه جایی با اسلام بوده و از اسلام جدا شده. و من امیدوارم که خداوند به ما، به تک تک ما، اول به خود بنده و به همه ما توفیق بده که در راه قرآن و سنت و سیرت پیامبر استوار باشیم. اگرم که به من وقت دادید از شما تشکر میکنم. یا الله، الله نگهدارتون. الله نگهدار شما. تشکر شما برادر عزیز. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم، شب بخیر. شب شما بخیر، بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. شبتون بخیر. سلام میاد؟ بله بفرمایید، بفرمایید. زنده باش. به عنوان یک ایرانی اهل سنت از شما، این تصاویری که نشون دادین از بچهای غزه، یعنی 99% فتوشاپه. واقعا تعجب کردم همین عکسای رو نشون دادین. فتوشاپ. خب بعدش مطلب دیگری هم دارید؟ بله من تو فضای مجازی بسیار میگردم. 99% از تصاویری که از غزه میاد ساختگیه. یعنی بنان یک اهل سنت ایرانی دارم اینو عرض میکنم. فلسطینیا انسانهای عجیبی هستند واقعا. درسته داره به مردم غزه داره تهاجم میشه، داره ظلم میشه، شکی توش نیست. اما اینکه حماس و طرفداران حماس دارن این کارا رو میکنن، یعنی هیچ، یعنی شما حتی به این تصاویری که مثلا بله، مثلا تصاویری که صدای آمریکا و دوچه وله و تلویزیون‌های غربی از صحنه‌های مثلا بمباردمان مثلا 90% این عکسایی که شما نشون دادین فتوشاپ است. دوست عزیز، آقا این عکس در کنارش آرم شبکه الجزیره است. یعنی الجزیره هم فتوشاپ پخش میکنه. الجزیره که هیچ، اگر آرم قرآن هم بذاره چیزی که دروغه استاد. من اگه بنان یک مسلمان تشکر والله یهودی های اسرائیل. آقای محترم، نه آقای محترم، یک لحظه. الان شما چه دلیلی دارید که اینها فتوشاپ است؟ دلیلت چیه؟ دلیل میگید الجزیره میذاره. یک لحظه. البینه علی المدعی والیمین علی من انکر. شما الان میگید که اینا فتوشاپ، دلیل چی؟ یعنی وجدان و شرف همون یهودی که ضد اسرائیل هست، یک لحظه،
وجدان و شرف همون یهودی که ضد اسرائیل هست، که تصاویر همین کودکان فلسطینی رو بر می‌داره و در اروپا تظاهرات میکنه که رژیم اسرائیل داره این جنایات رو انجام میده، باور کنید از شما بیشتره. یعنی انسان دیگه اینقدر نباید که وجدان و شرفش رو زیر پا بگذاره. دلیلتون برای اینکه میگید این فتوشاپ چیه؟ مثلا شما نداره، ولی من یک سوال شما قبول نمی‌کنین حرفو. الان شما به من بگید به عنوان یک مسلمان که از حماس پیروی می‌کنید، نتیجه حمله 7 اکتبر چی بوده واسه اسلام، واسه مردم؟ نتیجهش این بوده که انسان‌های بی‌شرف و بی‌وجدان در این دنیا آشکار بشن. این بزرگترین نتیجه است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنگ، یک لحظه، پیامبر صلی الله علیه و سلم، یک لحظه، مکه هجرت کرد به مدینه. خب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با یارانش رفت در بدر، خودش زخمی شد، 72 نفر از بهترین عزیزانش به شهادت رسیدن. نتیجه چی شد؟ چرا توی مکه این کارو نکرد؟ چرا رفت مدینه؟ عزیزم جواب من رو بده. نتیجه جنگ احد چی بود؟ الان من خدمت شما عرض چی بود نتیجه جنگ؟ رسول الله توی مکه هیچ قدرتی نداشت. جان خودش، جان یاران، جان زن و بچه‌های همراهشون بود در خطر بود. حداقل در مکه اگر جهاد نکردن، حق رو گفتن، ساکت ننشستن، نرفتن سیاه لشکر لات و منات و عزا بشن. حماس ببینید قرآن توی عزیزم مشکل حماس نیست، مشکل بیشرفی و یک لحظه مشکل حماس نیست، مشکل بیشرفی و بیوجدانی 1.5 میلیارد مسلمانی است که ساکتن. الان تو به جای این که بیای وظیفه خودتو به عنوان یک مسلمان انجام بدی، دست گذاشتی که حماس چرا این کارو کرد. بابا جان، حماس میخواست چی کار بکنه؟ حماس بیش از تقریبا 20 سال هست که در این منطقه زندان است. الله میخوام که مردم فلسطین رو یاری بده، ولی میشه به سوال من جواب بدید؟ شما وقتی میگید فلسطین، کدوم فلسطین؟ فلسطین کرانی باختری یا فلسطین غزه؟ همه فلسطین امروز تظاهرات کردن بر علیه حماس. میگن آقای محترم شما مثلا محمود عباس و حکومت خودگردان فلسطینی رو میگی که اینا مثلا مسلمانن؟ شما حکم تکفیر جنوب؟ نه اصلا محمود عباس مسلمانه؟ شما آقای محترم، محمود عباس بهاییه. محمود عباس بهاییه. خدمتی که محمود عباس داره برای اسرائیل انجام میده، باور کنید که هیچ یهودی انجام نمیده. استاد میشه دلیل حرفتون رو بگین؟ بله، دلیل حرفم همینه که در انتخاباتی که انتخابات دموکراتیک آزاد شفافی که برگزار شد، وقتی حماس اکثریت آرا رو برد، چرا محمود عباس حکومت رو ول نکرد؟ چرا نداد به حماس؟ چرا؟ به این دلیل چون تو انتخابات، حالا من نمیدونم راست و دروغش، چون که تو انتخابات راست و دروغش نمیدونی. حالا مثلا شما محمود عباس بهایی و غیر مسلمونه، این همه هزاران نفر. بابا محمود عباس بهایی است جانم، بهایی است. بهایی ها مسلمانن؟ استاد شما میگید محمود عباس بهایی، میگم دلیلتون چیه؟ میگید تو انتخابات فلان کرده، این شد دلیل؟ محمود عباس بهایی همه دنیا میدونن. این که شما نمیدونید از کم علمی و بی اطلاعی شماست، تقصیر ما نیست. از فلسطینی‌ها بسیار انسان‌های بی عقلی هستن که یک بهایی رو به عنوان رهبر خودشون انتخاب کردن. نه، فلسطینی‌ها انتخاب نکردن، اسرائیل انتخاب کرده. بابا جان، اسرائیل انتخاب کرده. یاسر عرفات نوکر اسرائیل بود و بعد از یاسر عرفات محمود عباس رو اسرائیل تعیین کرد. و اون مسلمان واقعی که علیه اسرائیل بود، شیخ احمد یاسین، عبدالعزیز رنتیسی و صدها و دهها از مبارزین فلسطینی رو اسرائیل شهید کرد. چطور شهید کرد؟ همین جاسوسایی که در رام الله بودن، همین حکومت خودگردان فلسطینی. یک کمی انصاف داشته باشید دوست عزیز، یک کمی انصاف. زیاد نه. قانع نمیشم استاد، من درست قانع نمیشید به جهنم. به من چه که قانع نمیشید؟ این واقعیت. آقا در انتخابات چیز شده. شما اینجوری با من صحبت کنید خواهش میکنم. من الان از شما سوال دارم. توی قرآن الله وقتی میخواد یهودی ها رو من باب تحقیر
یادی ازشون بکنه، میگه پشت دیوارها میجنگن. حماس که دیگه نرفته پشت دیوار، رفته زیر زمین، تونل کنده، کیلومترها رفته پایین، مترها رفته پایین که اونجا داره میجنگه. این کجا شجاعته آقا؟ 7 اکتبر اشتباه بود. از زیر تونل، در تونل نرفته که پنهان بشه. یک لحظه قدم بریم جلو. در زیر تونل نرفته که پنهان بشه، از تونل در میاد، اونجا میزنه دشمن رو. شما یک کمی عقل داشته باشید. اگر که پیامبر صلی الله علیه و سلم اومد خندق کرد، این از جبن و به اصطلاح ذل و هوان پیامبر که نبود، این یک از تکتیک نظامی بود که پیامبر خندق کندن. الحرب خود پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند. شما مثلا الان یک مبارز فلسطینی از حماس یا از جهاد یا از هر اصلا یک فلسطینی عادی، چون ما اینجا سازمان پرست که نیستیم، الان در مقابل تانک و توپ و هواپیما و پهباد رژیم صهیونیستی بیاد رو میدان بیسته بگه که آقا بیاید ما با هم میجنگیم، این عقل است؟ این منطق است؟ الان 2 سال شده که دارن میزنن. همین دیروز 2 تا 3 تا تانکای اسرائیلی رو زدن. رفته در زیر تونل، از اونجا با راکت بلند میشه میزنه تانک رو. شما یک لحظه شما در ایران 12 روز نتونستید در مقابل اسرائیل دوام بیارید. 12 روز. بعد از 12 روز ذبوحانه و ذلیلانه تسلیم شدید در مقابل اسرائیل، آتش بس رو قبول کردید. بابا جان 2 سال دارن میزنن. شما این باشه که باعث زیادی از میخوام ازتون واقعا سوال بکنم. اگه خندق کندن رسول الله صلی الله علیه و سلم یک تاکتیک بود، خب یهودیان که پشت دیوارهای قلعه میرفتن یک تاکتیکه. چرا الله به عنوان یک تحقیر، به عنوان یک چون اونا مرد نیستن که وارد میدان بشن. و یک لحظه، یهودی شما اصلا قرآن رو نمیفهمی. قرآن میگه که اینها مرد نیستن که از پشت این دیوارها بیان در میدان با شما بجنگن. حماس میره در زیر تونل، از اونجا میاد بیرون با دشمن میجنگه. فرق این رو تا اون رو بدونید دیگه. انسان که نباید اینقدر جاهل باشه. خود دشمن هم از اسرائیل وارد غزه شده، داره روی زمین داره میجنگه باشون. داره میجنگه. مردانه همین دیروز 2 تا 3 تا تانکشون رو نزدن، پریروز 17 نفر از سربازاشون رو نزدن. یعنی شما این چیزا رو نمیبینه چشمتون؟ مشکلتون ببینید، انسان گاهی اوقات تعصب فکری، تعصب مذهبی سبب میشه که انسان واقعیت‌ها رو نمی‌بینه. شما اصلا حماس جنایت هم بکنه، شما دوست دارید لاپوشونی بکنید. نه یک لحظه دروغ نگید دوست عزیز، دروغ نگید. شما حماس ما تو همینجا برنامه زنده گذاشتیم. یک لحظه در همین تلویزیون، در همین برنامه آن روزه که من در مورد اشتباهات حماس برنامه کامل صحبت کردم که خیلی هم بدشون اومد که آقا شما چرا اینا حرفا رو میزنید، الان وقتش نیست. اما نه، ما همیشه حق رو گفتیم. اما این که شما اومدید از یک گروهی که زندانی هستن در یک شهر بیش از 20 سال میشه زندان است، یک زندان بزرگ به اسم غزه، هیچ راه ورود و خروج هم در دست اینها نیست. شما میگی از اونها میگی که حتی شما نفس هم نکش. یعنی چی؟ مشکل تفاوت فکری من با شما، من شما رو میدونم، مثل فکر شما رو میدونم چی است. شما فکرتون اگر سنی باشید، یک لحظه، شما اگر سنی باشید، سنی مدخلی هستید، فهمیدید که برای شما همون ولی امرتون، هر خرس و خوکی رو که ولی امرتون تعیین بکنید براتون مقدس است. هر چی که اون بد ببینه در نظر شما بد است. و این من نمیدونم که شیعه هستی یا سنی هستی، هر چی هستی. ما الله علیه و سلم هستی، در ایران در مملکت شرک زندگی میکنیم. ما کردیم، ما از بعد و تولد با آخوند میجنگیم. منو به جمهوری اسلامی ربط نده. من الان از شما دارم سوال میکنم. اسامه حمدان گفت این ضعیف بزرگ واسه ما خود بشار اسد. شما دارید الان به عنوان جنایتکار ازش یاد میکنید. الان آقای محترم، دوست عزیز، در بین حماس هر گروه انسان‌هایی هست. شما چرا اسامه حمدانی که در لبنان هست یا نمیدونم شیعه سیاسی شده یا منحرف است یا هر چی است، ما هیچ وقت از اون دفاع نکردیم، اون رو تو شما میارید برای مردم غزه مثال میزنید، سیاه‌نمایی داری میکنی؟ یعنی چی؟ سلام خدا بر شما. الان شما دارید منو ندید و نشناخته میگید فلانی ولی امر از این حرفا من میزنید. نه ولی ببینید شما این فکر شما، من گوش کن دوست عزیز، شما رو من میگن که یک مسئله ما داره میاد که پوستتو در چرمگری میشناسم، از سخنان شما داره بوی مدخلیت میاد. متوجه هستید؟
شما یا تکفیری هستید یا مدخلی هستید، از این دو تا خارج نیستید. رضی الله عنه جلوی من باشه، میخواد که شما باشید. اگر حرفم ناحق با دلیل بگید. ناحقه. شما میگید که آقا شما میگید این حماس در 7 اکتبر حمله حماس چه نتیجه داشت؟ از هممون شریفتر بود، از هممون غیورتر بود. وقتی جانش در خطر افتاد هجرت کرد. هجرت کنید مردم غزه. کجا هجرت کنن؟ کجا هجرت کنن؟ یک لحظه کجا هجرت؟ همینجا جواب من رو بده. کجا هجرت کنن؟ کجا هجرت کنن؟ کجا هجرت؟ کدوم کشور قبول میکنه؟ تو قبول میکنی در کردستان فلسطینی‌ها رو؟ بله الان تمام کشورها براشون دعوانامه فرستادن از کدوم کشور؟ کدوم کشور؟ کدوم کشور؟ آقای محترم کدوم کشور؟ نمیخوان. کدوم کشور؟ همین تازگی هم کانادا بهشون گفته بیایید. همین تازگی. یعنی شما میگی که مسلمان، یک مسلمان فلسطینی، یک لحظه شما میگی که مثلا یک مسلمان فلسطینی سرزمینشو، سرزمین وقف رو، امانت عمر خطاب رو رها بکنه بره پناهنده بشه در کانادا که اسرائیل بیاد اونجا رو اشغال بکنه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم چرا کعبه امانت ابراهیم علیه السلام رو بالکبراش؟ این چه دلیلی؟ پس چرا در جنگ احد چرا رفت 72 نفر شهید داد در اونجا؟ چه نتیجه داشت جنگ احد؟ رفت مدینه قوت گرفت برگشت. شما مدینه نشون بده، شما مدینه نشون بده بابا جان، مدینه نشون بده، مدینه نشون بده برای مردم غزه، کانادا نشون نده. بنازم عقلتون را مدینه نشون بده. ببینید من از شما الان سوالی می‌پرسم چرا شما از من یک سوالی که 10 مرتبه است دارم میپرسم داری فرار میکنی دوست عزیز. یک لحظه، نتیجه جنگ احد برای اسلام و مسلمان ها چی بود؟ یک لحظه، نتیجه جنگ، یک لحظه از اوقات یهودیان بسیار جوانمردانه می‌جنگن، چیز تخلیه میدن، اختار تخلیه. لعنت خداوند، گوش کن، لعنت خداوند بر همون یهودیانی که دارن با فلسطینی‌ها می‌جنگن و بر کسی که اعتقاد داره که یهودی‌ها جوانمردانه دارن می‌جنگن. و سلام علیکم. چرا؟ یعنی اینقدر انسان باید پست بیشرف باشه که بگه یهودی‌ها جوانمردانه تر از فلسطینی‌ها دارن می‌جنگن. توبه استغفر الله. السلام علیکم و رحمت الله. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم استاد اجمد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد ما جزء موحدین هستیم، اما این آقا جزء اهل سنت خودش رو میدانست. روایت پیامبر که فرمودند که مردانی آهنین در فلسطین مقاومت میکنند این را نشنیده؟ مگر پیغمبر گفته فلسطین را ترک کنید؟ این یک حیثیت است، این یک شرف و آبروست. اگر پیامبر گفته بود که بین شما در فلسطین جنگ میشه و شما فرار کنید، از کوچه ها، از خیابون ها، از دیوارها فرار کنید، خب مردم فلسطین فرار میکردن. اما پیغمبر به آنها گفته مقاومت کنید، جانفشانی کنید، تفرقه پیدا نکنید، جمع بشید. بعد این آقا میگه خب فرار کنم برن. اگه فرار کنم برن که اونم برن کانادا، میگه برن کانادا، باشه پاسپورت میده. میگه برن کانادا بهشون پاسپورت میده. اینا همه داستانه. بله. الله مستعان. استاد این بماند، این آقا باید کتاب بیشتر بخواند. اما استاد من شنیدم که در افغانستان فارسی، یعنی ایرانیان هم اونجا دکان دارن، زندگی دارن. آیا شما این حرف رو قبول دارید؟ بله هستن خیلی. اتفاقا همین چند سال پیش به 2 تا 3 تا خانواده کرد حتی تابعیت افغانستان دادن در اونجا. اینا رو اگر شما صحبت میکردین با اینا، آیا مردم افغانستان به خاطر اینکه الان اینا رو بیرون کردن به آنها توهین کردن، رفتار غیر طبیعی با اینا انجام دادن؟ بالاخره من شنیدم که یک سری از حتی ایران بلند شدن رفتن در افغانستان، اونجا تابعیت گرفتن و زندگی میکنن و ما نشنیدیم که افغانهای افغانستان به اون مردمان توهین کنن. نه والله این بدور از تعصب، یعنی این اخلاق مردم افغانستان نیست، یعنی که بخوان با یک مهمان اینگونه برخورد بکنن. درسته. اگر شیعه بودن حتما فحاشی میکردن. این رفتار شیعیان فحاشی کردن
استاد اگر یک نوشابه گاز نداشته باشد، اگر یک کبابی نمک نداشته باشد، این بلا استفاده است. این روحیه پیغمبر بود که روحیه مهربانی داشت، با دوستان با مهربانی رفتار میکرد، با همسایگان و با دشمنان خدا به سختی مانند یک آهن بود. اما این شیعیان رفتارش برعکس است، یعنی با دشمنان دوستی میکنند و با دوستان دشمنی. درست است که اگر افغان ها در ایران بعضی هاشون یک گناهایی کردن، خطاهایی کردن، تو ایرانی هم همچه خطاهایی کردن، گرفته میشوند و به جرمشان هم مجازات میشوند. اما این که بیاییم و کل افغان ها رو با یک نفر قیاس کنیم، این واقعا کار بی‌شرفانه است و توهین به یک کشور و به یک ملیت است. استاد حتی اگر یک عالم دینی اهل سنت که قرآن و سنت را تا فوق دکترا رفته باشد اما حسن خلق نداشته باشد، هیچ کس دور ایشان جمع نمیشود. این آخوندا فقط کارشان این است که دشمن برای خودشان میتراشند و ملت ایران را بدبخت و گرفتار کردند. استاد بیاین بگویید به این ملت، اونهایی که تو این 44 سال رفتن تو این تظاهرات های 22 بهمن، نماز جمعه ها مرگ بر آمریکا گفتن، مرگ بر اسرائیل گفتن، این خون فلسطینی ها، این خون ایرانی ها همه به گردن اونها است. اون کودک، جوان، نوجوان، بزرگسالی که رفت اونجا مرگ بر آمریکا گفت و دشمنی ایجاد کرد. اگر واقعا حق جنگید بروید بجنگید، چرا مرگ میگویید؟ چرا به ملت ها و قومیت ها توهین میکنید؟ واقعا اگر راست میگویید بروید اونجا را آزاد کنید. این رفتار و خلق و خوی صحابه توضیح دهید. فقط اینه که شیعه فقط با فحاشی، اینه که فحاشی میکنه دینم داشته باشه، به اهل سنت هم رجوع کنه، بگه من موحد شدم، این دینش به درد نمیخوره. اینا نه مرد جنگ هستن استاد، فقط اهل شعار دادنن. حتی وسط رو باید گرفت استاد. اینا هم شیعه هم سنی باید مراقب زبانمون باشیم که زخم نزنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر. دوستمون که سر صدا میکرد که خب برن اونجا مثلا با محمود عباس میگفت که شما دلیل بیارید که محمود عباس بهایی است. دوستان عزیز، این المرصد یک مجله رسمی است در اردن و در اینجا دوستان عزیز این عکس محمود عباس است. بعد در اینجا میگه که محمود عباس ابو مازن اصلش ایرانی است، از شهر شیراز است، از پیروان فرقه بهاییت است و مرکز این فرقه هم در اسرائیل در شهر حیفا وجود داره و کلا تفاصیل در مورد ایشون از مجله المرصد، مجله رسمی است در اردن. یعنی بعد آقا میگه دلیل بیار که چی است. حتی حضرت آیت الله ویکی‌پدیا هم که شما ببینید در اینجا در مورد ایشون که ذکر میکنه که ایشون بهایی است. در اینجا در صفحه شبکه دفاع عن السنه یک وبسایت رسمی است. در اینجا هم محمود عباس با دلیل قطعی بهایی است، اصلش هم از شهر شیراز از ایران است. و جالب است که خیلی از خیانتکارایی که هستن در ایشون اصلا اسمش محمود رضا عباس است. الله المستعان. یعنی خیلی از حتی نتانیاهو مثلا اون رئیس جمهور سابق اسرائیل و خیلی از این مسئولین بزرگشون اصولشون برمیگرده به یهودیای اصفهان و همدان از ایران. بیننده گرامی سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد بزرگوار. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شب شما بخیر، ان شاءالله که حالتون خوب باشه. سلامت باشید، زنده باشید. با عرض پوزش استاد، من تو برنامه دیر اومدم چون وقت نماز عشای ما با برنامه لب خیلی طبقه کمی دیرتر اومدم و موضوع رو دیرتر متوجه شدم. ولی یک موضوعی بود همین الان این آقایی که زنگ زده بود از کردستان. من نمیدونم اینا استاد گروهی است فکر میکنم در به نفع یهود و اینا علیه مسلمانان همچون شما ایستادن. من یادی که از دوستانم افتادم همین چند روز قبل استاد احناف بود، البته از شماره من متوجه میشید من احناف هستم. بهش اثبات میکنم
تا روایت از یک کتب امام اعظم رحمه الله آوردم براش، اصلا قبول میکرد روافض رو تکفیر کنه. این آقا قبول نمیکرد که یهودیان رو بر اسرائیل قبول کنه. بعد این آقایی که رافضی ها رو مسلمان میدونست خب میگه اهل کتاب، خب بعد ترتیبش یک مثالی داد که نظر شما رو در این مورد بگیرم. میگفت که چرا شیخ الاسلام عبدالحمید اینا رو تکفیر نکرده و همین رهبرشون رو مسلمان مید. این موضوع چی میشه استاد؟ بابا جان، یعنی انسان مجبور نیست که در مورد مثلا شما یک کسی رو کافر میدونید، درست؟ یک مشکل تکفیریا در این است، مثلا تکفیر یک شخص قضیه اجتهادی است. مثلا شما گفتید که فلان ابن فلان به نظر من کافر است، این رأی شما برای من ملزم نیست، این رأی اجتهاد شماست. شما با دلیل به این نتیجه رسیدید که آقا فلانی کافر است، خب رأی و نظرت برای خودت مبارک باشه. مشکل تکفیریا چی است؟ میگه که من فلانی رو تکفیر میکنم بنابر فلان دلیل فلان دلیل فلان دلیل. این دلایل یعنی چی؟ یعنی اجتهاد، درست؟ اجتهاد کردم، برداشت کردم از قرآن و سنت یا از دلایل که این آقا کافر است. هر کس که او را کافر نداند او هم کافر است. این روش تکفیری است. مثلا یکی رو شما کافر میدونید، حتما باید مولوی عبدالحمید هم ایشان را کافر بداند؟ نه، این دلیل شماست، اجتهاد شماست و اجتهاد یک انسان در قضیه تکفیر برای دیگران ملزم نیست. و این قاعده است، این قاعده بین سلف است. یک نفر آمده یکی رو تکفیر کرده، طرف دیگر گفته نه به نظر من مبتدع است، کافر نیست. دیگری گفته مشرک است، دیگری گفته که نه یعنی مشکلات داره اما نه مبتدع است نه کافر است نه مشرک است. مشکل این که بیایید ما یعنی اجتهاد خودمان را در قضیه تکفیر بر دیگران بقبولانیم، این روش خوارج است. و دو نکته دیگه، یه نکته ای که جناب استاد ایشون میگفت که در مورد تکفیر باید نمیدونم محکمه دایر بشه، نمیدونم این که همچین چیزایی میگفت در این حالت باید این تکفیر بشن، باید محکمه دایر بشه اون تکفیر کنه. یک موضوع. و موضوع دوم استاد، چرا بر احناف سخت میگذره روافض تکفیر کنه استاد؟ والله بالله این نفر دهم 20 من باش بحث میکنم قبول نمیکنم. نه این رأی احناف نیست. نه این رأی احناف نیست، این رأی شخصی طرف است. احناف در قضیه تکفیر روافض در بین مذاهب اهل سنت سخت‌ترین مذهب هستند. یعنی به اندازه‌ای که احناف شیعیان را تکفیر، روافض را به اصطلاح تکفیر میکنن، هیچ کدام یک از فرقه‌های اسلامی این گونه نبوده. پس این موضوع افغانستان این اطرافیان من که اینا حنفی نیستن، اینا اکثرا من خدمت شما عرض کردم اینا علفی هستن، حنفی نیستن. متاسفانه خیلی چیز بدی ما رو هستیم. و به هر ترتیبش جناب استاد یک سوال کوچیکی دیگه هم داشتم در مورد یک موضوعی. استاد من یک ویدیو شما رو دیده بودم، گفتین ما کوچکترین کاری که میتونیم برای غزه کنیم بایکوت همین محصولاتیه که حامی اسرائیل هستن. من خودم شخصا نزد خودم از همون موقع که این ویدیو شما رو دیدم این نوشابه‌های کوکاکولا و محصولات نسله و خیلی چیزایی که خیلی لازم نیست برای مثلا یک محصولی است، محصول کامپیوتر دل و اینا هست، مجبور هستیم استفاده میکنم، ولی چیزهایی که تا حد توان میتونم اینا رو پیش خودم بایکوت کردم، یعنی کلا استفاده نمیکنم. اما من وقتی به این سری دوستان میگم بعد اینا میخندن، میگن که مگه مهمه، مگه کاری میکنه؟ من بهشون گفتم که آقا اگه کل کشور تصمیم بگیریم خیلی بهش ضرر میرسونه، اما تصمیم قبول نمیکنن. نظر شما در این مورد چی استاد؟ من تا هر توان خودم بایکوت کردم محصولاتی که حامیش بودن. در این مورد صحبت میکنم. در این مورد هم صحبت میکنم. چشم. تشکر از شما. خیلی ممنونم. کلام شما خدا شما حفظ کنه. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ببینید محاصره اقتصادی، بایکات اقتصادی یکی از روش‌هایی است که همیشه در مقابل مخالفین نتیجه داده. مثلا الا کسانی که اصحاب عقیده و ثبات و اصول باشند. مثلا مشرکین آمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم و بنی هاشم رو محاصره اقتصادی کردن. نه چیزی بهشون میفروشیم نه ازشون چیزی میخریم. این یکی از بنود محاصره بود که انجام دادن. جنگ بدر، خیلی از مسلمان ها جنگ بدر رو خیلی از وقایعش و داستانش رو خوب حفظ هستن، اما هدف اصلی جنگ بدر رو هیچ کس نمیدانه. هدف اصلی جنگ بدر
فشار اقتصادی بر مشرکین بود. چون چرا پیامبر صلی الله علیه وسلم رفتن به طرف منطقه بدر، یعنی برعکس مسیر به اصطلاح جنگ هایی که عموما صورت می گرفت. چرا رفتن بدر؟ چون قرار بود از اونجا کاروانی که مال و تجاری که از اموال غصب شده مسلمان ها در مکه تهیه شده بود و رفته بود در شام فروخته بودن و از اون طرف اجناسی خریده بودن و اون رو می آوردن، پیامبر صلی الله علیه وسلم برای قطع این شاهراه اقتصادی مشرکین به طرف بدر رفتن که در اونجا کاروان گذشته بود، اما الله سبحانه و تعالی چیز دیگری خواست و جنگ با سپاه مشرکین صورت گرفت. بعد از صلح حدیبیه 2 نفر از مسلمانانی که ابو بصیر و رفیقش ابو جندل و ابو بصیر که مهاجر شدن و طبق بنود اتفاقنامه حدیبیه رسول الله صلی الله علیه وسلم اونا رو به مشرکین برگرداندن و اونا در بین راه از دست مشرکین فرار کردن و رفتن در یک منطقه‌ای که مسیر کاروان‌های تجارتی مشرکین بود، مسیر شاهراه اقتصادی مشرکین مکه بود و در اونجا کاروان‌های تجاری اونها رو مورد حمله قرار میدادن. به اندازه‌ای که وضعیت اقتصاد مکه خراب شد، مشرکین آمدن و از کل این اتفاقنامه گذشتن و این بند رو گفتن بردارید. بندی که در اونجا اگر مسلمانی کسی از اهل مکه مسلمان میشد و میرفت خودش رو به پیامبر صلی الله علیه و سلم میرسان، پیامبر و مسلمانان ملزم بودن که او رو برگردانن به مشرکین. همین بند رو از موافقتنامه برداشتن. چرا؟ چون اقتصادشون زیر فشار بود. فشار اقتصادی، این مشکل ما مسلمان ها این است. مثلا من در یک برنامه گفتم مسلمان دیندار خیلی آدم وارد میشه مثلا در فیسبوک، در یوتیوب، میبینه یک مطلبی رو که یک مطلب دینی است، حالا مثلا از یکی از عالمی است، از دعوتگری است، آیه قرآنی است، حدیثی است، میخوانه، خوب استفاده میکنه، شاید کپی پست هم بکنه، بعد همینطور بلند میشه میره، یک لایک نمیکنه، یک کامنت نمیده. یعنی این لایک و کامنت شما به معنی این است که شما این حرف را تایید کردید و در نشر و پخش این مطلب سهیم شدید. خودش یک دعوت است. میبینیم مثلا در زیر یک مطلب اسلامی 10 تا کافر اومده، هرچی از دهنش اومده گفته، مسلمان ما وارد میشه همینطوری میبینه سرش میندازه پایین میره. چی میگه؟ حالا من اینجا یک کامنت دادم، یک لایک کردم، مگه چی میشه؟ دقیقاً همین مشکلی است که ما مسلمان ها درک نمی کنیم که اگر تو یک پیپسی نخریدی، من یک پیپسی نخریدم، اون یک پیپسی نخرید، 1.5 میلیارد مسلمان پیپسی رو تحریم بکنه، این شرکت ورشکست میشه. دوستان عزیز، والله ورشکست میشه. در موقعی که کارتون رسول الله صلی الله علیه وسلم را کاریکاتورش رو کشیدن، شرکت به نام دانون، یک شرکت دانمارکی بود در عربستان سعودی، یعنی به نام صافی دانون، یکی از پرخریدارترین شرکت های لبنیات بود. مردم اومدن چیز کردن، تحریم کردن، این رو بایکات کردن. شما باور میکنید که صدر اعظم دانمارک بلند شد آمد معذرت خواست و بعد از اون تحریم دیگه این مسئله در دانمارک تکرار نشد. شاید در کشورهای دیگه شده، در دانمارک تکرار نشد و اون شرکت ورشکست شد. کسانی که در عربستان زندگی میکنن میدونن شرکت صافی دانون کلاً ورشکست شد و شرکتی به نام المراعی که در عربستان و در خلیج میشه گفت که شرکت اول هست در لبنیات، در مقام اول قرار گرفت به خاطر یک بایکات و این بزرگترین ضربه بود برای دانمارک. و متاسفانه ما مسلمان ها به این چیزا اهمیت نمیدیم. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید.
دوستان عزیز متاسفانه ما مشکلی داریم، صدای بینندگان داریم، امیدوارم که این حل بشه. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. برای حل این مشکل من تا این دستگاه رو ریستارت بکنم دوباره. دوستان میتونن از شماره تماس مستقیم استفاده بکنن تا که این مشکل ما در واتساپ حل بشه. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بیننده نوشتن که در مورد اعتقاد دیوبندی ها توضیح بدید. دیوبندی ها نمیشه گفت که یعنی یک فرقه خاصی هستن با اعتقادات ویژه خودشون. دیوبند یک منطقه است، یک مدرسه است، مدرسه احنفی است و در بین دیوبندی ها موحدین هستند، صوفی ها هستند، اهل حدیث هستند، حنفی مذهبی متعصب هستند، هر جور مردم در بینشون هستند. یعنی یک فرقه خاصی به نام دیوبند نیست، دیوبندی نیست. دیوبند یک مدرسه است، مدرسه دینی احناف است و در هند واقع شده. خیلی از علمای بزرگ افغانستان و ایران، خاصا منطقه بلوچستان، از مدارس دیوبند فارغ التحصیل هستند. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. یک سوالی داشتم از خدمتتون. این دروزی ها اینا کجایی هستن؟ چه فرقی هستن؟ اینا از اصلشون از کجا شروع شده؟ آیا اینا بازم ایرانی هستن یا به اصل در کجا ساخته شده؟ یعنی بله اصلشون باشه. چشم. من در شروع برنامه در موردشون صحبت کردم. خود محمد اسماعیل درزی یا اصلش میگن از بخارا بوده و فارس بوده و ایشون میره در مصر در زمانی که در اونجا اسماعیلی ها، شیعیان اسماعیلی حکومت میکردن، به نام خلافت فاطمیون میگفتن یا فاطمی ها، و در اونجا فرقه ای رو تأسیس میکنه که بهشون میگن بعدن، یعنی حدود 70-80 سال بعد اعلان وجود کردن به نام موحدین، در حالی که اینها اصلشون شیعه اسماعیلی هستن و مؤسسشون در اصل فارس هست، از بخارا هست میگن. حالا اصل از بخارا هست یا از منطقه دیگری به بخارا رفته، این رو الله سبحانه و تعالی میدونه، چون یک فرقه پیچیده‌ای هست که زیاد اطلاعات در مورد خودشون، در مورد کتاباشون وجود نداره. فکر کنم مشکل واتساپمون حل شده باشه. بله. بله بیننده گرامی، بفرمایید. سلام استاد صدیق، خسته نباشید. سلامت باشید، بفرمایید. شما بخیر. من قبل اینکه سوالم بپرسم، اینا بیشتر دیوبندی بیشتر میگن یا اینکه دیوبندی میگن تلفظشونو؟ دیوبند.
یعنی بند دیو، حالا اسم یک منطقه است در اونجا، چه دیوی رو در اونجا بند کردن نمیدونم. اسم منطقه‌ای در هندوستان هست. من دیو هم میشنیدم سابق، فکر کردم دیو درست. من راجع به این موضوع برنامه‌تون ببینید، من نظرم راجع به داعش غیر از اون مسلک سیاسیشون رو بذاریم کنار، از نظر راویان حدیث، تفسیر، نمیدونم موضوعات دیگه، خب دقیقاً کامل به قول معروف با اهل سنت برابرن، حتی در جایی که خودشون حتی جلوتر هم میبینن. اینجا رو فکر نکنم با من مخالفت داشته باشیم، درسته؟ حالا مشه سیاسیشون رو بذاریم کنار، اینکه چه کار دارن میکنن یا اینکه کسایی که موافق بودن، من بحث اعتقادیشون رو دارم میگم، یعنی کلا از نظر اعتقادی و فضای به این شکل رو دارم میگم. ببینید دوست عزیز، اهل سنت یک فرقه نیستن، اهل سنت یک منهجی هستند، درسته؟ ما مثلا منهج منظورمه. بله. یعنی شما میگید مکاتبشون، کتابهاشون، برنامه‌هاشون، چیزایی که بهش استناد میکنن عموما مشترکه دیگه، یعنی حتی یه جایی عرض کردم خودشون جلوتر میبینن که عقب‌تر نمیبینن، تو نوع عبادتشون و فضاهایی که دارن اهل سنتن دیگه. تا اینجوری که با هم موافقی؟ اهل سنت و جماعت خدمت شما عرض کردم یک منهجی است، یعنی ما داعشی ها رو، تکفیری ها رو اهل سنت و جماعت نمیدونیم، اونها رو خوارج میدونیم. زنده باد بر شما، زنده باد بر شما. منم میدونم، منم عرضم همینه. میخوام بگم اینا توی عبادت، توی مسلک، تو روش، تو تفسیر قرآن، هر آنچه که بهش استناد میکنن برابری میکنه اصلا با همان عالی ترین مدارسی که وجود داره اصلا در نزد اهل سنت. من بحثم موضوعات اعتقادی و درسیشونه، خب حتی اون نوع عبادتشون، مسلک سیاسیشون که به چی اعتقاد دارن و در واقع اون کارهایی کردن که اصلا نمیشه بهشون مثلا گفت اهل سنت، اون بحث دیگری است. یا حتی خوارج شما در غیر از اون مکتب سیاسی که نسبت به علی داشتن، که حالا اون کفر و داستانایی به این شکل، اونا حتی خودشون جلوتر میدیدن، حتی تو دوره خودشون میگفتن اصلا ما اوکی تریم که اصلا شما نیستی. من میخوام بگم این قصه اسماعیلیان توی مصر خودشون یه قصه منحرفی بودن از داخل مثلا شاخه شیعه. این دو روز یا باز یه منحرف در منحرف از اون اسماعیلیان که اصلا نه نماز قبول دارن، نه قرآن، نه فلان، نه بهمان، هیچی به هیچی، اصلا یه داستان دیگه هن. تو ارسطو و نمیدونم اینا سیر میکنن. این چجوری میشه شیعه؟ شیعیان هم میگن مثلا این اصلا ما اینا رو قبول نداریم، اینا حتما میشن شیعه، ولی خوارج نه اهل سنت، چون ما میگیم همونطوری که شما فکر میکنید. من این تناقضه برای من حل نمیشه. همونطوری که شما فکر میکنید که داعشی ها اهل سنت هستن، ما هم میگیم که درزی ها شیعه هستن، اما نگفتیم شیعه اثناعشری هستن. مثلا ببینید، نه پس من سوالمو بعد پرسیدم، من هیچ فرقه‌ای نمی گنجن، چطور میشه که ما مثلا حتما باید اتیکت بزنیم این شیعه است؟ ببینید جزئی از شیعه هستن. ببینید نه چطور جزئی از شیعه است که نه نماز میخونه، نه قرآن میخونه، نه هیچی قبول نداره، نه اون امامای 12گانه شیعه رو قبول نداره. آخه من میشه بالاخره باید یه مکتبی داشته باشه که بعد بهش بگیم مثلا فلان شیعه است. من حرفم تناقضم اینجاست. نه خب الان مثلا شما فرق شیعه رو بهتر میدانید یا نوبختی و قمی؟ مثلا چرا اونا اسماعیلی‌ها رو آوردن جزء فرق شیعه، نصیری‌ها رو آوردن جزء فرق شیعه؟ مثلا من با اسماعیلیای اون دوره کاری ندارم، من با الان قرن 20 یه سری ان دروزی ان. خب من الان کار دارم، اصلا کاری به نوبختی نداره. من میگم آقا الان یه گروه ان دروزی ان، اینا یعنی شما میگید اینا شیعه نیست؟ نه شیعه قبول دارن، نه شیعه اینا رو قبول داره. من حرفم اینه، چرا حتما باید بگیم شیعه که حتما مثلا یه سری که نمیدونن مثلا بیان مثلا یه احساساتی در اونها جریه دار بشه و اینا؟ من حرفم اینه. ببینید شیعه یعنی چی؟ شیعه تو هر مذهب، شیعه پیامبر میشه گفت، شیعه یعنی همراه. نه، شیعه به اصطلاح مذهبی فعلی شیعیان کسانی هستند که به ولایت علی اعتقاد دارند، معتقد به امامت حضرت علی باشند. حالا الان درزی ها معتقد به امامت علی و اهل بیت علی هستن یا نیستن؟ چطور معتقد به امامت علی ان که نماز نمیخونن؟ مگه علی نماز نمیخونه؟ خیلی از شما یک لحظه، الان شما شیعیان اثناعشری هستید، درست؟ بله. کاملترین مذهب شیعه اثناعشری است. من خیلی عذر میخوام، خب این دیدگاه من است. من میگم شیعه اثناعشری جامع الخرافات همه مذاهب شیعه است، درست؟ یعنی به این معنی که یک شکل تکامل یافته از شیعه. من دروزی میخوام حرف
بزنم. نه خب من الان شما میگید که اونا چرا نماز نمیخونن. یک لحظه خب من الان میخوام یک لحظه من میخوام به شما پاسخ بدم. میخوام با شما اجازه بدید به من. شما فرمودید که چرا نماز نمیخونن. خب حضرت علی در نهج البلاغه میگه که نماز رو 5 وقت بخوان، شما 3 وقت میخونید. نه کسی هم نگفت 5 وقت غلطه. اتفاقا وقت درستش 5 عموم وقت. شیعیان وقت درست اون وقت فضیلتشه. خب یه سری رعایت نمیکنن یا میکنن یا به هر دلیلی. نه حضرت علی نگفته. یک دلیل بیارید که حضرت علی گفته باشد عزیزان من، شیعیان من، وقت فضیلتش 5 وقت است، وقت آسایش و راحتی و دل بخواه شما 3 وقت است. حضرت علی گفته امر کرده. گفته میشه 5 وقت بخونید. ببینید استاد انصاری، من یه چیزی بگم. ما اصلا نمیخوام اون ور برم. من میخوام بگم یه گروهی که خودش از انحرافیای اسماعیلی است. الان هم خود اسماعیلی هم گردن نمیگیرن اینا رو. خود این اسماعیلی ها اینا رو گردن نمیگیرن. خب همونطوری که شما اسماعیلی ها رو گردن نمیگیرید، همونطوری که شما اسماعیلی ها میگن ما شیعیان اسماعیلی هستیم، میگن ما پیرو به واقعی علی هستیم. بله. میگن که اثناعشری ها گمراه هستن. میگن اثناعشری ها گمراه هستن. ولی حداقل یه چیزی بهشون میچسبه. میگن آقا ما 6 تاشو قبول داریم. اینا اصلا میگن ما هیچ قبول نداریم. نه اتفاقا اونا بزرگترین شخصیت. واسطه این که اینا یه دوره‌ای تو یه مقطعی مثلا اسماعیلی بودن مثلا 800 سال پیش. من الان قرن 20 الان دورزیای امروز شما رسائل حکمتشون رو بخوانید، میگن که علی یک شخصیت کامل، عقل کامل بوده، یک انسان کامل بوده. اصلا شخصیت کامل گذشته میگن یک لحظه. خب قدم به قدم بعد از اون میارن حضرت علی رو به مرتبه ربوبیت میرسانن. مرتبه ربوبیت در مورد حضرت علی رو خیلی از فرقای شیعه، از جمله خود شما شیعیان اثناعشری، کلیپ میخوام پخش بکنم کلیپاشو خدمتون. میگه که علی رازق است، علی ممکنه بله شیعیان حالی من خودم قبول دارم استاد انصاری. یه آخوندی مثلا همین تلویزیون امام حسین نمیدونم چی، من سابق یه چند دوری نگاهش کردم، اینا همشون مثلا قطع تو قلوب ملو و بعد خب این شیعه هستن یا نیستن؟ برای اینکه مثلا هرس در بیارن یه سخنرانیای مثلا خیلی عجیب غریب تری میکنن یه سری. حالا به خاطری که من مثلا هرس شما رو در بیارم باید به الله شرک بورزم، این که نشد دلیل. حالا من یه جمله بگم. من امروز مثلا شیعه، فردا صبح تغییر مذهب میدم، میگم آقا من اهل سنتم، پس دیگه من شیعه نیستم. با اینی که دیروز بودم 800 سال پیش طرف اعتقادی داشت، خب الان که اصلا نوادگانشون نسلشون اصلا میگن شیعه چیه بابا، اصلا ما تو ارسطوییم. الان چطور میشن شیعه؟ من حرفم یه تیکه است. خب دوست عزیز، همونطوری که امروز اسماعیلی‌ها میگن که اصل مسلمان واقعی ماییم، شما شیعیان اثناعشری میگید اصل مسلمان واقعی ماییم. درزیا اسماعیلی یه چیزی بهش میچسبه، اینا که اصلا هیچی بهشون نمیچسبه. ببین دوست عزیز، میگن نماز چرا باید بخونی؟ الان این داشته باشی و فلان، همون حسابه. خب حرف دیگری دارید برای گفتن؟ ارزی نیست. مرسی. من تشکر. خواهشم اینه که ما همون جور که برای خودمون رعایت میکنیم، میگیم داعش اهل سنت نیست، خوارج اهل سنت نیست، اینا رو چرا مثلا به شیعه بچسبونیم؟ من حرفم اینه. من یک لحظه، من هیچ وقت این کار نکردم که فکر انحرافی داعش از بین اهل سنت ایجاد شده. من این کار کردم گویی؟ لکن بعد از این که طرف یک لحظه اینا چطور میشن شیعه؟ یک لحظه الان مثلا من صوفی، کلمه انحرافی رو شما داعش به کار میبریم، برای اینا به کار نمیبریم. یک لحظه، اهل سنت یک منهج است، همونطوری که شیعه یک منهج است. شیعه یعنی چی؟ یعنی ولایت، اعتقاد داشتن به ولایت اهل بیت پیامبر بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم. در قضیه اعتقاد به ولایت همه فرق شیعه، نصیری است، نمیری است، سبعی است، نمیدونم اثناعشری است، درزی است، اسماعیلی هست، یعنی شما بیش از 180 نداریم الان دیگه، یعنی اون 700 سال پیش زمانی که داشتن منشأ پس الان چی ان اینا؟ قارچن اینا اسمش سلمان و علی و جعفر و تقی و نقی، اینا چی ان آخه اینا؟ آقا درست، الان خود همون اسماعیل اینا همه اینها دوست عزیز، همه فرقه های شیعه با وجود اختلافشون، یکی 4 امامی است، 5 امامی است، 6 امامی است، 8 امامی است، 10 امامی است، همه اینها اعتقادشون این است. اصلا میگن
هیچ تموم شد رفت. هرچی از قدیم داشتن استاد انصاری جارو کردن رفت. روی 50 خود علوی‌ها چقدر منحرفن. خود بشار اسد با اینا درگیر بود، یعنی با اینا با بشار جنگ داشتن 50 سال اخیر. خود علوی‌ها که این هم منحرفن. خب همین علوی‌ها رو چرا اثناعشری‌ها کمک کردن در سوریه؟ الان چرا حزب‌اللهی‌های اثناعشری لبنان در منطقه سویدا چرا به درزی‌ها دارن کمک میکنن؟ برای اینکه یه تیکشون تو اون مرزن مثل کردستان چطوره، یه تیکش توی ایران، یه تیکه تو عراق، تشکر میکنم. اینا هم همینن. تو تیکه تیکه شدن. بابا جان شیعه، من میگم شیعه اثناعشری از جنوب لبنان بلند میشه میاد در سویدا به درزی هایی که در نظر شیعیان اثناعشری کافرن. خیلی از اثناعشری اونا رو کافر میدونن. تشکر از شما. تشکر از شما. تشکر از شما. به قول شما شیعه نیست. تشکر از شما. قربان شما. ببینید یک نقطه مشترک بین همه شیعیان جهان با وجود فرقهای مختلفی که دارن این است که همه معتقد به ولایت علی هستن. بعد شما بگو که نه اینها نیستن، خب این نشد منطق. یعنی من موندم چی بگم. بینندگان عزیز، تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که باز هم با شما عزیزان در آن روزی که همراه خواهیم بود، همه تان به پروردگار متعال میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني